کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشکش می کند. نام کتاب پرسش و پاسخ، نویسنده احمد کسروی، گویش آناهیتا ایرانی، چاپ یکم تهران مهر 1324، کاری از مجله اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که به دست شماری دوستدار کتاب و خواستار بالا بردن فرهنگ نسک و نسک‌خوانی و استواری خرد همگانی به وجود آمده است و تا کنون پخش هزاران نوشته سانسور و بازداشت شده به دست رژیم اسلامی را در کارنامه خود دارد. این نسک‌خانه اینترنتی وابستگی به هیچ گروه و ارگانی ندارد و همه کارها از گویش، ویرایش و پخش به رایگان انجام می‌گیرد. خواهشمندیم برای همراهی با این جنبش ما را به دوستان و آشنایان خود بشناسانید. avayaboof.com جستار. شرح کوتاه: پاکدینی، ادعای پیغمبری، علت فتنه انگیزی ملایان در برابر کسروی، کیش‌های گوناگون یا یکی از گرفتاری‌های ایران، آلودگی و درماندگی دین‌های کنونی، معنی راست دین و سازش آن با دانش، بتپرستی در گذشته و حال، آخرت، وحی، تهمت، قرآن سوزانی، نیروی شگفتی که در حقایق هست. شماره برگ‌ها 69. درباره این دفتر: در پی پیشامدهای سال 1320 بند استبداد شکست و فرصتی به دست آمد که روزنامه‌های فراوانی در کشور سر برآورند. هواداران ماهنامه پیمان یا یاران کسروی هم دست به کار شده و با حماد آزادگان را بنیاد گذارده روزنامه‌ای با نام پرچم را زبان آن گردانیدند. اکنون پرچم می توانست روزانه با انبوه خوانندگان سراسر کشور در ارتباط باشد و این فرصت ارزشمندی بود. هنوز دیری نگذشته نوشته‌های کسروی جنبشی در توده به راه انداخته و چندان مؤثر گردید که دشمنان او را به هراس انداخته به تکاپوی سختی واداشت. کسانی که مقام‌ها و ماهانه‌های گزافشان به بهای پایمال کردن سود توده به دست آمده بود و هم آنهایی که از نوشته‌های کسروی مانند بهائیگری، صوفیگری و شیعیگری بازار دغل‌کاریشان را رو به کساد دیده بودند، دست به هم دادند تا جلوی این سیل خروشان را بگیرند. سیلی که دور نبود ایشان را به یک باره از پولها و بهره‌مندی‌های فراوان بی بهره گرداند. شتاب جنبش چنان بود که دیده شد در برابر آن گروه‌های همچشم و بدخواه هم نیز همدست شده و همگی یک خواست را پیش میبرند: از اشرار و بازاری انباردار محتکر و ملا و بهایی و صوفی و مجتهد و روزنامه نویس جیره‌خوار و بازرس مطبوعات بیگانه و رئیس حکومت نظامی و شهربانی گرفته تا رئیس مجلس و استاندار و وزیر و نخست وزیر و شاه همگی در یک جبهه و در برابر پاکدینان می ایستند. بازداشت کسروی و یارانش در 1 دی 1321 به دست حکومت نظامی که دسیسه‌ای برای به زندان انداختن و آسیب زدن به ایشان بود، بازداشت پرچم نیمه ماه در مهر ماه 1322، بازداشت کتاب شیعیگری یا داوری کنید در همان سال، به راه انداختن ملایان و وحشیگری‌های ننگینی را
بر سر یاران کسروی، نخست در تبریز و مراغه و میاندوآب و سپس در شهرهای دیگر، بازداشت پرچم هفتگی در اردیبهشت 1323، محروم گردانیدن کسروی از وکالت، پرونده سازی های دادگستری و وزارت فرهنگ و بازداشت 13 کتاب او، جلوگیری از پست کردن کتابها و نشریات پاکدینان، فشار آوردن به یاران کسروی در اداره ها و زیستگاه هاشان، همه نقشه هایی برای جلوگیری از آن جنبش پرشتاب بود. چون اینها هیچ یک چرخش این جنبش پاکدینی را از چرخش باز نداشت، جلوگیری از آن در 1324 رویه خائنانه‌ای هم به خود گرفت. در 8 اردیبهشت آن سال طلبه‌ای به نام ساختگی نواب صفوی که دیر زمانی بود که از استادان زبردستی در عراق درس آدمکشی را آموخته و آماده انجام مأموریت خود گردیده بود، در خیابانی در تهران به همراه 1 تن از دوستان و 10 تنی از همدستان و عامیان نافهم در آن کوی با تپانچه و کارد و سنگ به سر و روی کسروی و 2 همراه او می‌ریزند. داستان این ترور گروهی، خیانت‌ها و پرونده سازی‌های شهربانی، رها گردیدن نواب از زندان ولی زندانی شدن همراهان کسروی، همدستی ملایان کوچک و بزرگ تهران با شهربانی و بالاخره کارکنان دولت و اعلام پشتیبانی علنی از نواب خود داستان جدایی است که در نوشته‌هایی که درباره چگونگی کشته شدن کسروی نوشته شده آمده است. نگاه کنید به کتاب چرا کسروی را کشتند و کوشاد تلگرام. بازگشت به متن. در تهران غوغایی برپا گردید و ماشین‌های دروغسازی به کار افتاد. روزنامه‌های آزادیخواه از سوی و مزدوران از سوی دیگر می‌نویسند. کسروی با 9 زخم کارد و 10 گلوله تپانچه جان به در برد و با همان گرمای پیش به کوشش‌هایش ادامه داد. فشارها بر جنبش پاکدینی و جلوگیری از آن نه تنها تا پایان آن سال که سرانجام کسروی و منشی همراهش را در کاخ دادگستری با گلوله کشته و با کارد قصابی می کنند و این نه تنها تا بر افتادن محمد رضا شاه در سال 1357 بلکه تا به امروز. نگاه کنید به کتاب‌های ناصر پاکدامن، قد کسروی و پیشگفتار کتاب انگیزیسیون در ایران و همچنین کتاب چرا کسروی را کشتند. بازگشت به متن. به نام پاک آفریدگار. رشته 1. در روزهایی که از بیمارستان بیرون آمده در خانه بستری می بودم و یکی از آشنایان اروپا دیده به دیدنم آمده بود. 2 تن از آشنایان بازاری نیز آمدند و پس از احوال پرسی گفتگوهایی رفت، پرسشهایی شد و پاسخهایی دادم و چون گفته شد بهتر است به چاپ رسد. آنها را یادداشت کرده چیزهایی نیز افزودم و اینک برای چاپ به روزنامه کیهان میفرستم. برای آنکه نامهاشان برده نشود، آن جوان اروپا دیده را الف و یکی از آشنایان بازاری را ب و دیگری را ج و خودم را د خواهم نامید. کسروی. ب. امروز در حجره نشسته بودیم، گفته شد در روزنامه ترقی یکی نوشته که شما ادعای پیغمبری کرده اید و دیگری پاسخ داده که نکرده اید. مدتی است این اختلاف در میان روزنامه هاست و راستی معمایی شده. ما نمیدانیم این اختلاف از کجا پیدا شده. من گفتم بهتر است برویم و از خودش بپرسیم. ادعای پیغمبری که در پرده نمی شود.
ج. حقیقتاً این مسئله را روشن گردانید و به این گفتگوها خاتمه دهید. د. من دعوای پیغمبری نکردم و چنان نامی بر روی خود نگذاردم. من هیچگاه مرد دعوا نبودم و نیستم. اینها هیاهوی عامیانه است که من از شنیدنش آرم می آید. پیغمبری در عقیده مردم آن است که فرشته‌ای از آسمان به نزد کسی بیاید و پیام از خدا بیاورد و آن کس قادر به معجزه باشد. من بارها نوشتم نه فرشته‌ای به نزد من آمده و نه من قادر به معجزه می باشم. ج. پس موضوع چیست؟ شما چه راهی را دنبال می کنید؟ د. من اگر بخواهم راه خودمان را شرح بدهم سخن به درازا خواهد کشید. بهتر از شما کتاب‌های ما را بخوانید. ما میگوییم در جهان حقایقی هست که آدمیان باید آنها را بدانند و در زندگی به کار بندند. میگوییم این بدیها که امروز در جهان است بیش از همه نتیجه گمراهی هاست. آدمیان اگر حقایق را بدانند بدی در جهان بسیار کم خواهد شد و زندگانی رنگ دیگری به خود خواهد گرفت. میگوییم خدا به آدمیان خرد داده که به دستیاری آن نیک را از بد و سود را از زیان باز شناسد. ولی آدمیان پیروی از خرد نمی کنند و این گرفتاری ها نتیجه آن است. اینها فشرده گفته ماست. 12 سال پیش از این تکانی در من پدیدار شد و یک رشته کوشش هایی در راه نیکی جهان آغاز کردم. آن روز ایرانیان گرفتار اروپاییگری بودند. شاید شما معنی اروپاییگری را ندانید. مردم به اروپا با دیده دیگری نگریسته میپنداشتند اروپاییان به آخرین درجه پیشرفت رسیدند و راه راست و روشنی در زندگی پیش گرفتند و شرقیان باید پیروی از آنان کنند و هرچه دارند نیک شمارده و آن را بگیرند. خدا برای شناختن نیک از بد خرد به آدمیان داده. اینان آن خرد را کنار نهاده و میزان نیکی یا بدی یک چیز را جز بودن و نبودن در اروپا نمی شناختند. اروپا و آمریکا را دنیای متمدن نامیده چنین میفهمانیدند که شرقیان بهره از تمدن نمی دارند. بزرگ و کوچک شیفتگی به زندگانی اروپایی نشان داده آن را علامت بهتری و برتری خود می شماردند. شکوه بیرونی اروپا را دیده هیچ گمان نمی بردند که اروپاییان در راه زندگانی گمراه باشند و یا قانونهای اروپا بیخردانه باشد. شنیده اید که آقای تقی‌زاده در روزنامه کاوه گفتاری نوشته و چنان راهنمایی کرده بود که ایرانیان باید صورتن و سیرتن و مادتن و معناتن اروپایی شوند. راه پیشرفت توده را جز اروپایی گردیدن ندانسته بود. در سال 1322 که من به کوشش برخاستم این گمراهی در ایران و سایر کشورهای شرقی گرفتاری همگانی شده بود. شیفتگی مردم به اروپا و زندگانی اروپایی به حد دیوانگی رسیده بود. از این رو من در گام نخست به آن پرداختم. با تألیف کتاب آیین که به چاپ رسید و نوشتن گفتارهایی در روزنامه شفق سرخ نبرد من آغاز گردید. سپس ماهنامه پیمان را بنیاد گذاردم. 1 سال بیشتر با این کشاکش به سر برده به یاری خدا هیاهو را از میان بردم. کوتاه آن گفتارها این بود: اروپا با همه آراستگی بیرونیش
در راه زندگانی گمراه است و آینده بیمگینی دارد. شرقیان باید در راه زندگانی از پیروی به اروپا بازگردند. باید برای زندگانی یک راه خردمندانه دیگری باز شود که چه اروپاییان و آمریکاییان و چه شرقیان از آن پیروی کنند. سخنان من در این باره شهرتی پیدا کرد. آیین به عربی ترجمه شده و در مصر انتشار یافت. تکه‌هایی از آن در روزنامه‌های فرانسه و انگلیس و آلمان به چاپ رسید و خود اروپاییان با خوشنودی آن را پذیرفتند. الف. من در آن سال در فرانسه بودم. یک خانم فرانسوی از ایران بازگشته و کتاب آیین را همراه آورده بود. چون فارسی را خوب نمی‌دانست، از من یاری خواست که آن را به فرانسه ترجمه کند. 2-3 هفته‌ای که در کنار دریا با هم بودیم، هر روز کتاب را می آورد و مقداری نزد من می خواند و بسیار به آن علاقه نشان می داد. ولی من چون آمدم دیگر ندانستم کار ترجمه به کجا کشید. در همان هنگام در ایران هیاهوی‌های دیگری به نام ادبیات برخاسته بود. به شعر ارج بیش از اندازه می نهادند، ستایش‌های گزافه آمیز می نمودند، دیوان‌های ایشان را به چاپ رسانیده در میان توده می پراکندند. در بیشتر شهرها انجمن‌های ادبی برپا شده بود. در دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها 70% جوانان به شاعری گراییده بودند. شعر به این معنی که در کشورهای شرقی به ویژه در ایران رواج یافته جز کار بیهوده مغز فرسا نیست و درباره آن این همه هیاهو می رفت. بدتر از همه آنکه به چند تن از شعرای زمان مغول که سعدی و حافظ و خیام و مولوی می باشند احترامی بی اندازه گذارده، آنها را مردان دانشمند و فیلسوف نشان داده، به خواندن و از بر کردن شعرهای ایشان تحریص می کردند. وزارت فرهنگ خود را حامی آن شاعران گردانیده، پولها در راه ترویج کتابهایشان بیرون می ریخت، در حالی که این چند شاعر از بدآموزان بودند و شعرهای آنان پر از بدآموزی‌های زهرآلوده است. دیگران در نمی‌یافتند، ولی ما نشان داده ایم که علل بدبختی ایرانیان چند چیز بوده که مهمترین آن کتاب‌های این شاعران میباشد. اینجا هم شیفتگی تا به حد دیوانگی رسیده، خردها و فهمها به یک بار زبون گردیده بود. مثلا شنیده میشد ملایی در شیراز کتابی تألیف کرده که شعرهای حافظ را با آیات قرآن مطابقت داده. آیا این دیوانگی نیست؟ شعرهای حافظ کجا و آیه های قرآن کجا؟ شعرهای حافظ 95% در ستایش باده و نکوهش از دستگاه آفرینش و تشویق آدم به تنبلی و زبان درازی به خداست. اینها چه انطباق با آیه های قرآن تواند داشت؟ به هر حال من در گام دوم به این هیاهو پرداختم. در سال دوم پیمان گرفتاری هایی در این باره نوشتم که باعث دشمنی های بسیاری گردید، ولی به یاری خدا این افسون هم شکست. پس از آن نوبت کیش ها بود. در ایران بیش از 10 کیش هست: زردشتی، یهودی، مسیحی، سنی، شیعی، علی اللهی، اسماعیلی، بهایی، شیخی، کریم خانی، صوفی. اینها از چند راه مایه گرفتاری است. این یک زیان آنهاست که تفرقه به میان مردم انداختند و مانع یگانگی آنان است.
برای مثال میگویم زرتشتی ها از مردم این کشورند، فرزندان این آب و خاکند، ولی همیشه دسته جدایی هستند، چرا که کیششان جداست. پیش از زمان مشروطه همیشه این دسته ستمکش و توسری خور می بودند. همیشه به آنان ستم شده بود. بهائیان همان حال را دارند. از این توده اند و در میان این توده زندگی می کنند و در همان حال همیشه از توده جدایند و شرکت در کارهای این کشور نمی دارند. این آرزوی هر مرد با غیرتی است که ایرانیان همگی یکی شوند و دست به هم دهند و به آبادی کشور پردازند. ولی آیا با این کیشها چنان یگانگی تواند بود؟ آیا تواند بود که شیعه و سنی و بهایی و زرتشتی و مسیحی و صوفی و علی اللهی همه به هم گرایند و برادروار دست به هم دهند و در راه پیشرفت توده و کشور به کوشش و جانفشانی پردازند؟ هنوز این زیان آشکار آنهاست. زیانهای ناآشکار دیگری هم دارند که اگر بخواهم شرح دهم رشته سخن از دست خواهد رفت. این یکی از آرزوهای من بود که اختلاف و دوگانگی از میان ایرانیان برخیزد و 20 میلیون توده همه در یک راه باشند. ولی این آرزو چگونه انجام می گرفت؟ اختلاف و دوگانگی از میان ایرانیان چگونه برمیخواست؟ آیا میشد قانونی گذرانید و مردم را مجبور گردانید که همه در یک دین باشند؟ آیا میشد با زور و سرباز نیروی دولت این کار را از پیش برد؟ پیداست که نمیشد. این یک راه بیشتر نمی داشت و آن اینکه معنی راست دین روشن گردد. این کیشها به عنوان دین است و بایستی معنی دین روشن گردد تا دانسته شود کدام یک با دین سازگار و کدام یک ناسازگار است. از این رو گام دیگر من در زمینه دین بود. در این زمینه گفتارها نوشتم و معنی راست دین را روشن گردانیدم و ناسازگاری کیشها را باز نمودم. این کوشش هنوز هم دنبال می شود و ما فیروزمندانه گام به گام پیش می رویم. پانوشت برگ 6 معنی راست دین در چند کتاب از جمله راه رستگاری و ورجاوند بنیاد باز نموده شده است. بازگشت به متن. در همان هنگام با یک گمراهی بزرگ دیگری روبرو بودیم و آن مادیگری است. مادیگری چیست؟ من اگر بخواهم مادیگری را شرح دهم خود آن سخن درازی خواهد بود. مادیگری بزرگترین و ریشه‌دارترین گمراهی است که جهان به خود دیده. این گمراهی از اروپا برخاسته و سیلوار به همه جا رسیده و در ایران نیز تکانی پدید آورده بود. این گمراهی ماننده دیگر گمراهی ها نیست. این گمراهی از دانش‌ها ریشه گرفته است و گرفتاران آن بیش از همه دانشمندان بودند که هزارها کتاب در آن باره نوشته‌اند. این گمراهی زندگانی را زیر و رو گردانیده و این سختی‌ها که امروز در جهان است و این جنگ‌ها و ویرانی‌ها که می‌رود بیش از همه نتیجه مادیگری است. آن راهی که ما پیش گرفته بودیم، این گمراهی سد بزرگی در برابر ما بود و راه را بر روی ما بسته می داشت. از این رو می بایست به آن نیز پرداخته و نبرد با آن آغازیم. نبرد ما با مادیگری داستان درازی است. گفتارها و کتابهایی که در آن باره نوشته شده بسیار است. نگاه کنید به کتاب‌های در پیرامون روان و دفتر در پیرامون مادیگری. بازگشت به متن. همین اندازه بدانید
این کوشش که ما در برابر مادیگری کرده ایم در جهان بیمانند است، چه در اروپا و چه در جاهای دیگر تاکنون چنین کاری نشده بود. سخن دراز است. من نمیخواهم به کاری که امروز کوچک است نام بزرگ گذارم. باید در آینده تاریخ درباره ما داوری کند. آنچه من میدانم و توانم گفت آن است که این کوشش و این راه در تاریخ مانندی نداشته است. اینها کارهایی است که از سال 1312 آغاز شده و من فهرستوار شمردم. در این مدت رنجها کشیده، گزندها دیده، این راه را دنبال کرده ایم و سپاس خدا را که امروز جمعیتی هستیم و دست به هم داده میکوشیم. در این مدت من نامی بر روی خود نگذاردم و برای خود چیزی نخواستم و سخنی بی دلیل نگفتم و جز به نیکی جهان نکوشیدم. با این حال دیده می شود گروهی از راه رشک و خودخواهی و یا از آنجا که این کوشش های ما دکانهایشان را به هم می زند به تکان آمده خود را به میان انداختند. غوغاها برپا می کنند، دشمنی ها نشان می دهند، به سخنان پست و یاوه می پردازند، به کار شکنی ها می کوشند. همین هایند که آواز برداشته می گویند های این دعوای پیغمبری می کند. برای شورانیدن عوام این را بهترین وسیله می دانند. بارها پرسیدم من کجا چنین دعوایی کردم؟ من کجا نام پیغمبری بردم؟ میگویند این کارها که شما میکنید و این سخنان که شما میگویید معنایش پیغمبری است. میگویم گرفتم که چنان است. آیا بایستی به این کارها برنخیزم که پیغمبری خواهد شد؟ آیا آن کارهای من بد بوده؟ مثلا این 13 و 14 کیش که در کشور شماست و این توده را دچار بدبختی ها گردانیده، بایستی کسی به چاره برنخیزد؟ این گمراهی های گوناگون که مردم را فرا گرفته، بایستی هیچ کس به رهانیدن مردم از آنها نکوشد؟ ما دیگری که سیلوار همه جا را فرا گرفته، آیا من بد کردم که با آن به نبرد برخاسته‌ام؟ بد کردم که به بلندی نام خدا کوشیده‌ام؟ شما همه تان درمانده بودید و آن همه ملایانتان یکی نمی توانست سخنی گوید و به پاسخی پردازد. آیا من بد کردم که پاسخهای استوار داده‌ام؟ آیا بایستی به این کارها برنخیزم چرا که شما آنها را پیغمبری خواهید شمرد؟ شما اگر به کارهای من یا به سخنانی که گفتم ایراد می دارید، آن را بگویید، بنویسید تا بدانیم چه ایرادی می دارید. اگر به آن کارها و سخنان ایرادی نمی دارید، پس چه می گویید؟ و این چه هیاهویی است که راه انداخته اید؟ این سخنان را که می شنوند در می مانند، زیرا نه پاسخی دارند که بدهند و نه می خواهند دست از های و هوی بردارند. جای بسیار شگفت است که سخنان بسیار عالی را از نوشته های ما برمی دارند و نقل می کنند تا ثابت کنند که من دعوی پیغمبری کردم. می گویند این مطالب بسیار عالی است، اینها معنایش دعوای پیغمبری است. من نمیدانم به این بدبختان چه بگویم. این به یاد من می اندازد آن را که هنگامی در روم در میان اشراف و طبقه توده کشاکش بود و کسی که بر می خواست و به طبقه توده دلسوزی نموده به بدبختی های آنها
چاره می اندیشید و به بینوایان تقسیم خاربار می کرد، اشراف با او به دشمنی برخاسته کارشکنی می نمودند و چون گناهی بر او نمی توانستند گرفت، بهانه می آوردند که او در آرزوی پادشاهی است. این کارهایی که می کنند کارهای یک مرد عادی نیست. اگر گفته های آنان را بگیریم، معنایش این است که مردمان باید در توی گمراهی ها و نادانی ها دست و پا زنند و هیچ کس به چاره بر نخیزد، چرا که اگر برخاست پیغمبری خواهد شد و آن هم نباید باشد. خدا هم حق ندارد دیگر به جهان پردازد و مردمان را از گمراهی برهاند. روزی به یکی گفتم عقیده شما چیست؟ آیا باید به این دردها چاره نشود؟ اگر کسی خواست به اینها چاره کند بد کرده است؟ چون پاسخی نداشت خاموش ایستاد. اکنون از شما که آقایان ب و ج هستید همان پرسش را می کنم. هر پاسخی دارید بدهید. پایان این فایل در برگ 14. کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشکش می کند. نام کتاب پرسش و پاسخ. نویسنده احمد کسروی. گویایش آناهیتا ایرانی. avayaboof.com. برگ 15. روزی به یکی گفتم عقیده شما چیست؟ آیا باید به این دردها چاره نشود؟ اگر کسی خواست به اینها چاره کند بد کرده است؟ چون پاسخی نداشت خاموش ایستاد. اکنون از شما که آقایان ب و ج هستید همان پرسش را می کنم. هر پاسخی دارید بدهید. ب. ما که مطلب را به این نحو نمی دانستیم. من نمی دانم این ملاها چه می گویند، چه ایرادی به شما دارند. اگر دعوای پیغمبری این است زیانش چیست؟ ج. من با چیزهای دیگر کاری ندارم. این مقصود شما که می خواهید اختلاف را از میان ایرانیان بردارید بسیار بزرگ است. من مدتی در خارج بودم. در تفلیس و استانبول همیشه به ما سرکوفت می کنند که 72 ملت در ایران است. اگر شما بتوانید همه ایران را به یک دین درآورید، منت به گردن همه ماها گذارده اید. گاهی کسانی می آیند و چنین می گویند به کارهای شما ایرادی نیست، ولی شما بایستی آنها را به نام اسلام کنید. می گویم مقصود شما را نمی فهمم. چگونه بایستی به نام اسلام کنم؟ مثلا ما اکنون با پیروان فلسفه مادی درباره روان گفتگو می کنیم. پیروان فلسفه مادی هستی روان را نمی پذیرند. میگویند آدم همین کالبد مادی محسوس است و چیز دیگری در او نیست. ما دلیل‌ها آورده نشان می‌دهیم که جز از این تن و جان مادی گوهری در آدمی هست که روان اوست. در این باره صدها سخن می‌رانیم. چگونه اینها را به نام اسلام کنیم؟ آیا بگوییم اینها را در قرآن نوشته و از آن برداشته‌ایم؟ اینها که در قرآن نیست. در زمان پیغمبر گرفتار مردم بت پرستی بود و قرآن نیز در آن باره آیه‌های بسیاری در بر دارد و ما هنگامی که سخن از مرده پرستی ها برانیم بهتر است که از آن آیه ها یاد کنیم. ولی در آن زمان کسی اشکال درباره روان نداشت و قرآن نیز درباره روان به استدلالی نپرداخته. ما چگونه بگوییم اینها از قرآن است؟ چگونه آن سخنان را به نام اسلام رانیم؟ این را برای مثل میگویم. موضوعهای دیگری از این گونه بسیار است. گاهی کسانی راهش را یاد داده میگویند یک آیه از قرآن عنوان کنین و از خودتان هر چه میخواهین بگویید. میگویم چه خوش دستور میدهید.
از این صورت سازی چه سودی تواند بود؟ آنگاه چه شده که شما تحمل حقیقت را ندارید؟ چه شده که می‌خواهید ما پرده بر روی حقیقت بکشیم؟ شما اگر به راستی علاقه به اسلام دارید، من از روزی که برخاستم میانه آن دین و کارهای خود جدایی نگذاردم. از همه دینها به ویژه از اسلام به هواداری آشکار برخاستم. به کسانی که به بنیادگذار اسلام یا به دیگر برانگیختگان می‌کردند پاسخها دادم. هنگامی که من کوشش آغاز کردم، دینها در برابر مادیگری شکست خورده و میانه آنها با دانشها فاصله بسیار بزرگی باز شده بود و این کوشش‌های من بود که دین را در برابر مادیگری برانگیزانیده و فاصله میان آنها با دانش را برداشت. شما یا چندان درمانده و بیمایه‌اید که اینها را نمی‌دانید و یا چندان بدخواه و تیره دلید که دانسته و فهمیده نمی‌خواهید چشم پوشید. تا کنون بارها گفته ایم دینها همه یک راه را پیمودند و همه آنها مقاصدشان یکی بوده. بارها گفته ایم دین یک رشته حقایقی است که همیشه هست و خواهد بود. ما که این کوشش ها را می کنیم و با گمراهی ها به نبرد پرداخته می خواهیم همه جهانیان را به یک راه آوریم و نام خدا را در جهان بلند می گردانیم و مردمان را از کشاکش با یکدیگر دور گردانیده آیین خردمندانه‌ای برای زندگانی آنها بنیاد می گذاریم. اینها همان مقاصدی است که اسلام و دیگر دینها داشته‌اند. چنان که بارها گفته ایم همین کوشش های ما اسلام را زنده می گرداند. پانوشت 1. خوانندگان پروا کنند که خواست است اسلام در اینجا بنیاد اسلام است و نه این اسلام خاری‌آور امروزی. بازگشت به متن. ولی شما به اینها خوشنود نیستید و به جای همراهی دشمنی و کارشکنی می نمایید. شما جز پایداری دستگاه خود را نمی خواهید و اسلام را بهانه‌ای ساخته اید. شما اسلام به آن دستگاه مفتخوری خود می گویید. گاهی هم کسانی می گویند من به این کار به خواست خدا برخاستم. این معنایش پیغمبری نیست؟ می گویم چه گناه بزرگی از من گرفته اید. پس بگویید که تاب شنیدن نام خدا را ندارید. بگویید شنیدن نام پاک خداست که شما را ناآسوده گردانیده. ببینید گرفتاری تا چه اندازه است. در چنین زمانی که خدا ناشناسی و بیدینی جهان را فرا گرفته و انبوه مردمان هستی خدا را نمیپذیرند و سالانه هزارها کتاب در توهین به خدا و دین انتشار می‌یابد، کسی اگر بالا افرازد و با پیشانی باز از هستی خدا سخن راند و دست او را در کارهای جهان نشان دهد، گناه بزرگی کرده است. من اگر گفته بودم من اینها را در خواب از فلان امام شنیدم و کارهای خود را به فلان مرده منسوب داشته معجزه هایی نیز برایش یاد کرده بودم، گناهی نداشت. ولی چون نام خدا را میبرم گناه بزرگی کردم. من در این باره دفاعی ندارم. اگر پیغمبری همین است مرا از آن بیزاری نیست. بار دیگر میگویم من این کارها را با خواست خدا کردم. شگفت‌تر از اینها آن است که کسانی می آیند و به من راهنمایی ها می کنند. یکی می آید و می گوید شما اصل اسلام را بگیرید، اسلام را اصلاح کنید. می گویم آن را هم شما کنید. همه کارها را که یک تن نباید بکند. می گوید آخر ما اهلش نیستیم. می گویم چیزی که اهلش نیستید چگونه دستورش را می دهید؟ دیگری می آید و می گوید شما بگویید من مصلحم، نام خود را مصلح گذارید. می گویم من به هیچ نامی نیاز ندارم.
اینها چیزهایی است که شما می‌اندیشید. شما دین را بازیچه گردانیده برایش این تشریفات را قائلید. دین در پیش ما شناختن حقایق زندگی و زیستن از راه خرد است. به این گونه چیزهایی که شما می‌اندیشید نیازی نیست. به جای اینها شما بکوشید و حقایق زندگی را دریابید. بکوشید و این گمراهی‌های گوناگون را از خود دور گردانید. بکوشید و آن 13 کیش را از میان خود بیرون رانید. شما این همه نام خدا را میبرید در حالی که او را نشناخته اید و در توی بت پرستی ها و نادانی ها دست و پا میزنید. بسیار نادانی است که اینها را گذاردند و آن همه گرفتاری ها را به روی خود نیاورده تنها در پی این باشند که نام من چیست و عنوان کارم چه خواهد بود. داستان شما داستان آن کسی است که در توی لجنزاری افتاده و تا گلو فرو رفته باشد و کسی که دست برای رهایی آن یا آن کسان میازد به او به گفتگوهای فلسفی پردازند و از نام و عنوانش جستجو کنند و یا در آن کوششی که برای رهایی آنان میکند دستورهایی دهند. به جای بیرون جستن از گودال به این خودنمایی ها پردازند. شما امروز گرفتارترین مردمانید و باید بیش از همه در اندیشه رهایی و رستگاری خود باشید. اگر این غوغاهای شما با من بر سر دین است، شما هنوز معنای دین را نمی‌دانید و نخست چیزی که بر شما واجب است آن است که معنی دین را شناسید. الف. میخواهم من هم پرسشی کنم. من پیش از آن که به اروپا بروم درباره دین چشم بسته عقیده داشتم. به اروپا که رفتم در آنجا دیدم عقیده دانشمندان دیگر است. به عقیده دانشمندان اروپا دین یادگار زمانهایی است که دانشها نبوده و مردمان در تاریکی به سر می بردند و پس از آن که دانشها رواج گرفته و روشنایی در جهان پدید آمده، یکی از چیزهایی که باید از میان برود آن بوده. این عقیده انبوه ایشان است. من در اروپا کسی از دانشمندان را ندیدم که عقیده به دین دارد، ولی چون به ایران بازگشتم و گاهی از نوشته‌های شما به دست آورده می‌خواندم، دیدم از دین پشتیبانی می‌نمایید و چون علت آن را ندانستم اکنون از خودتان می‌پرسم. د. این ایراد را بسیاری از درس خواندگان گرفتند، ولی باید دانست ما دین را به این معنی که شناخته دیگران است نمیگوییم. شما میگویید به عقیده دانشمندان اروپا دین یادگار زمانی است که دانشها نبوده، باید دید آنها کدام دین را میگویند. کدام دین در برابر آنها بوده است که چنین باوری پیدا کرده اند؟ پیداست که دانشمندان اروپا در برابر خود دین مسیحی را داشته و ناچار بودند درباره آن دین چنان باوری پیدا کنند. دین مسیحی، یا بهتر بگویم دستگاهی که پاپ و کشیشان برپا گردانیده اند، از هر باره جای ایراد است و بی جهت نبوده که دانشمندان آن را بدین سان خار گرفتند. آن دین عنوانش این است: آدم و حوا در بهشت از درخت گندم خوردند و گناهکار شدند، فرزندان آنها نیز گناهکارند. خدا یگانه پسر خود را فرستاد که کشته شود و کفاره گناهان فرزندان آدم باشد. عیسی فرزند خدا بود و چون کشته شد روز سوم به مرگ چیره درآمد و از میان مردگان برخاست و به آسمان بالا رفت و در دست راست خدا پدر خود جا گرفت. فرزندان آدم باید به او ایمان آورند تا از گناه پاک باشند و در آن جهان با شفاعت عیسی به بهشت روند. این برداشت دین مسیحی است. اینها در پیش دانشمندان از آغاز تا انجام افسانه‌های بی‌پاست. دانشها از داستان آدم و حوا ناآگاه است. اگر آدم و حوا گندم خورده گناهکار شدند، به فرزندانشان چه ارتباطی دارد؟ فرزند خدا بودن عیسی، از گور برخاستن او، داستان کفاره و شفاعت، هر کدام جداگانه جای ایراد است.
شما خدا را چه پنداشته اید که برایش فرزند می سازید؟ یک مرده از گور چگونگی تواند برخاست؟ کفاره چیست و چه معنای معقول برای آن توان پنداشت؟ از آن سو مطالبی که در تورات و انجیل درباره زمین و آسمان ها، آفرینش و جهان و دیگر موضوع هاست، یکسره با دانش ناسازگار است. خدا زمین و آسمان ها را در 6 روز آفرید و روز 7م استراحت کرد. اینها در نظر دانشمندان افسانه خنکی است. در انجیل سخن از مرده زنده گردانیدن مسیح می‌راند، در حالی که تاریخ به یک بار از آن ناآگاه است. در چند جا از بیرون آوردن جنها از دلهای بیماران گفتگو می‌کنند که در برابر پزشکی جز مایه ریشخندی نیست. دانشمندان که در راه جستجو از حقایق رنجها برده و پس از قرنها کوشش درباره چگونگی زمین و خورشید و ماه و ستارگان و مانند اینها به حقایق ارجداری دست یافته‌اند، پیداست که نوشته‌های توریت و انجیل در پیش آنها بیش از افسانه‌های پیرزنان ارزشی ندارد و روی هم رفته مایه نفرت آنهاست. همه مذهب‌ها همین حال را دارند و با دانش‌ها ناسازگارند. ما نیز هواداری از آنها نمی نماییم. گفتگوی ما از دین عنوانش جداست. 12 سال پیش هنگامی که من می‌خواستم به کوشش برخیزم، یکی از دشواری‌های کار این بود: این کیش‌ها را با این حال جزء گرفتاری برای جهانیان نمی‌دیدم. چیزی که هست، ما می‌دیدیم دین معنای دیگری داشته که بسیار ارجدار است و جهانیان به آن نیازمندند و از این معنا بود که هواداری می نمودیم و اکنون هم می نماییم. خواهید گفت کدام است آن معنی؟ می گویم بهتر است نخست مثلی یاد کنم و سپس به آن معنی بپردازم. شما می دانید که زیست آدمی از دیده تقید به آداب تندرستی و دستورهای پزشکی به 2 گونه تواند بود. یکی آنکه هر کس تا اندازه‌ای که در دسترس اوست از ساختمان تن و اندامهای خود و از چگونگی گردش خون و مانند اینها آگاهی پیدا کند و آدابی را که پزشکان برای نگهداری تندرستی یاد کرده اند فرا گیرند و آنها را به کار بندند و به پاکیزگی و مبارزه با بیماری ها علاقه نشان دهند و تندرستی خود را مربوط به تندرستی دیگران دانسته به چیزی که باعث بروز بیماری هاست بر نخیزند. آبهای بدبو را به آب انبارهای دیگران راه ندهند. آبهای روان را آلوده نگردانند. هر زمان که بیمار شدند به نزد پزشک روند و به چاره و درمان پردازند. این یک راه است. و یک راه دیگر همان است که شما در بیشتر ایرانیان می‌بینید. از ساختمان تنهای خود کمترین آگاهی ندارند. زیستن را جز پر کردن شکم از هرچه بود نمی‌دانند. هر یکی هرچه خواست می‌خورد. هر کاری که خواست می‌کند. دستورهای پزشکان در نزد آنها افسانه است. اگر یکی بیمار شد به جای پزشک به نزد جادوگر و دعانویس می‌رود. بیشترشان پاکیزگی را نمی‌شناسند و آنها که می‌شناسند بیش از این نمی‌فهمند که آب‌های گندیده حوض خود را بیرون کشند و آن را به انبار همسایه راه دهند. از آلوده گردانیدن آب‌های روان خودداری نمی‌کنند. پروایی به تندرستی دیگران نمی‌نمایند. پانوشت 1. یکی از چیزهایی که به فهم بهتر سخنان بالا یاری می‌کند پیش آمد بیماری کووید 19 هستش. مردمان در سراسر جهان 2 دسته‌اند. یک دسته رعایت دستورهای پزشکی و شیوه‌نامه‌های بهداشتی می‌کنند و دسته دیگر که به اینها بی‌پروایند.
آن دسته دیگران را به بیماری و گرفتاری دچار نگردانیده و از خود نیز نیک نگهداری می نمایند، ولی این دسته با جان خود بازی کرده هم دیگران را دچار بیماری و گرفتاری ها می گردانند. کدام رفتار به آسایش و خوشی و امیدواری ها می انجامد؟ کدام رفتار زندگی ها را تلخ گردانیده مرگ و اندوه و بدبختی به ارمغان می آورد؟ بازگشته به متن. این مسئله نیکی است. زندگانی اجتماعی نیز به همین گونه از دو راه تواند بود. یکی این که آدمیان جهان را تا آنجا که راه باز است بشناسند و حقایق زندگانی را که بسیار ارجدار است بدانند. هر کس آسایش خود را در آسایش دیگران دیده و در کارهایش تنها سود خود را بدیده نگیرد. آبادی جهان و آسایش جهانیان را آرمان خود سازد. با بدیها و بیماریها همیشه در نبرد باشد. از دروغ و دغل و ستمگری و رشک و مانند اینها خود را دور دارد. خردها نیرومند بوده جهانیان همه از روی خرد زندگی کنند. در هر توده‌ای آیین خردمندانه روان باشد. این زندگانی دینی است. ما دین این گونه زیستن را میگوییم. یک راه دیگر این است که مردم در بند شناختن جهان و پی بردن به حقایق زندگی نباشند و هر کس همان که سر برافراشت دنبال هوسهای خود را گیرد و هر کس جز در بند سود خود نباشد. توانایان ناتوانان را لگدمال گردانند، هر گروهی به اندیشه های دیگری گرایند و فلسفه های دیگری برای خود پدید آورند. چه توده ها و چه افراد به جای همدستی با یکدیگر همیشه در کشاکش باشند. خردها ناتوان گردیده آیین خردمندانه‌ای برای زندگانی در میان نباشد. این زندگانی بیدینی است. ما بیدینی جز این را نمی شناسیم. در اینجا باز هم می توان از ایرانیان مثل آورد. انبوه ایرانیان از دین بی بهره اند، زیرا جهان را نمی شناسند. از حقایق زندگی بی بهره اند. هر کس جز در پی سود خود نیست. یک آیین بخردانه در میان نمی باشد. در این توده هیچ یکی از شؤونات زندگی، از کشاورزی، کار و پیشه، زناشویی، فرهنگ، حکومت به معنی راست خود شناخته نشده است. برای مثل میگویم، کار یا پیشه برای راه افتادن زندگانی توده است. 20 میلیون مردم که در یک جا زندگی می کنند باید هر دسته ای از ایشان به یک کاری یا پیشه ای پردازد تا نیازمندی های زندگی بسیجیده گردد و چرخ زندگانی راه افتد. ولی در ایران کار را به این معنی نمی شناسند. کار یا پیشه را برای روزی درآوردن می شناسند. این است از هر راهی که توانستند روزی درآورند خودداری نمی نمایند. هیچ کس در کار یا پیشه خود در بند راه افتادن زندگانی توده‌ای نیست. می بینید فلان مرد می آید به نزد شما و چنین می گوید: دست مرا در یکی از این اداره ها بند کنید، من هم یه لقمه نانی بخورم. کار را جز برای خوردن یک لقمه نان نمی شناسند. فلان آهنگر از پیشه سودمند خود دست برداشته و در یکی از مدرسه های قم به طلبگی یا بهتر گویم به مفتخوری می پردازد و چون می پرسند با پیشانی باز می گوید: مگر مقصود گذران زندگی نیست؟ گذران من در اینجا بهتر است. از وجوهات بیشتر از آهنگری عاید من می شود. فلان پزشک که باید به درد مردم خورد و در هر کجا که نیاز به پزشک بیشتر است آنجا را برگزیند، از تهران بیرون نمی رود، چرا که اینجا درآمدش بیشتر است. در نتیجه همین است که در این کشور صدها
کارها و پیشه های بیهوده، کارها و پیشه هایی که نیاز به آنها نیست پیدا شده. باز در نتیجه همین است که در این کشور 2/3 بیشتر زمین ها خشک افتاده و سرزمینی به این پهناوری به دادن خاربار 20 میلیون مردم توانا نیست. باز برای مثل میگویم، مشروطه یا دموکراسی بهترین شکل حکومت است. حکومت در معنی راستش همان مشروطه است. دموکراسی امروز برگزیده ترین و سرافرازترین توده ها در میان خود این شکل حکومت را روان گردانیدند، ولی در ایران 40 سال است که مشروطه روان گردیده و هنوز 1001 این مردم معنی مشروطه را نمی دانند. هنوز فلان واعظک نافهم و بهمان حاجی انباردار زبانش به ریشخند و بدگویی باز است و مشروطه را بدنام می کند. آیا این نتیجه چیست؟ این نتیجه آن است که این مردم از حقایق زندگی بی بهره اند. نتیجه آن است که معنی زندگانی توده و کارهای همگانی و حکومت را نمی دانند. نتیجه آن است که مغزهاشان آکنده از هزارها گمراهی و نادانی است. اینها مثلهای کوچکی است. بیدینی در نزد ما اینهاست. بیدینی همین است که مردمی زندگانی این جهانشان را راه نمیتوانند انداخت و با این همه نعمتهای خدادادی پسترین زندگانی را میگذرانند و با چنین حالی دم از دین و خداشناسی میزنند و سخن از آبادی جهان آینده میرانند. کوتاه سخن، دینی که ما میگوییم به این معنی است. دوباره میگویم، دین شناختن معنای جهان و پی بردن به حقایق زندگانی و زیستن از روی خرد است. چنان که گفتیم، این یک معنای بسیار ارجدار و بزرگی است و جهانیان به آنها نیاز می‌دارند. الف. این معنای تازه است که شما به دین می‌دهید. دین‌هایی که بوده هیچ یک به این معنی نیست. شما میگویید دین شناختن معنی جهان و پی بردن به حقایق زندگی و زیستن به آیین خرد است. این جمله را در کتاب‌های خود تکرار می‌کنید. بسیار نیک. ولی آیا کدام دین دارای این معنی است؟ مثلا مذهب مسیحی، آیا او معنی جهان را به مردم می‌شناساند؟ آیا حقایق زندگی یاد می‌دهد؟ آیا کشیشان راه خردمندانه بر روی مسیحیان باز کرده‌اند؟ چرا دور می‌رویم و از دیگران سخن می‌رانیم؟ این مذهب که در کشور ماست کدام راهنمایی را در زندگانی به مردم ما می‌کند؟ کدام دستور خردمندانه به آنان می‌دهد؟ ما چون نیک می‌نگریم و یکایک دینها را از دیده می‌گذرانیم، چیزهایی است سربار زندگانی و مخالف خرد و دانش. اینها را شما خودتان بیان کرده اید و من مقصودم این نکته است که موضوعی که شما بیان می‌کنید یک بحث بسیار مهم اجتماعی است. پس چه لازم شده که نام آن را دین گذاردید و دانشمندان را از خود رمیده می‌سازید؟ شما یک رشته بیانات بسیار منطقی دارید. میگویید در جهان حقایقی هست که مردمان باید آنها را درک کنند و در زندگی پیروی به آنها نمایند. میگویید بشر دارای قوه خرد است که میتواند سود و زیان، نیک و بد را بشناسد و باید مردمان این قوه را در زندگانی راهنمای خود گردانند. اینها بیاناتی است که شما آفریدگار آن هستید و الحق دلایل قوی برای اثبات آنها اقامه می کنید. مطالبی است منطقی و به نفع جهان که مسلماً پیش خواهد رفت. اما سخن در اینجاست که چرا نام دین به آنها می‌گذارید؟ اینها کجا و دین کجاست؟ شما با این رفتار خود از یک سو دانشمندان را از خود دور می‌گردانید و از یک سو ملاها و مردم عامی بازاری را به دشمنی خود تحریک می‌کنید.
به دیده من اگر شما نام دین نبرده بودید، پیشرفت کارتان 10 برابر حالا بود. پانوشت برگ 24. این گفته ها نشانی است از رمش درس خواندگان و اروپا دیدگان از دین در نخستین سالهای پادشاهی محمد رضا شاه. 10 سال پیشتر چون کسروی سخن از دین آغاز کرد، این رمش باز هم بیشتر شده بود. پاسخ نویسنده به این گفته ها می آید و خواهید دید چرا در چنان زمانی به نام دین به کوشش پرداخت. بازگشت به متن. آن خانم اروپایی که کتاب شما را همراه خود به فرانسه آورده بود و با من می‌خواند گفت: کوششی که این مرد ایرانی در راه نیکی جهان می‌کند و مقام بشریت را بالا می‌برد، جهاد بسیار مقدسی است که می‌کند. این سخن مایه سرافرازی من شد و اکنون چه اندازه مایه افسوس است که در ایران این کوشش‌های شما را به زننده ترین صورتی در ذهن عوام جلوه گردانیده‌اند. گاهی گفتند دعوای نبوت می‌کنید، گاهی گفتند قرآن می‌سوزانید. پسترین توهین‌ها را به شما کرده‌اند. چند روز پیش در حمام دیدم دلاک که کیسه به تن می‌کشد سخن از شما رانده از من می‌پرسد: آقا میگویند پیغمبر تازه‌ای پیدا شده بوده، کشته‌اند. من در ماندم که چه گویم و به یاد گفته آن خانم اروپایی افتاده پیش خود شرمنده شدم. این موضوع جدایی است و من باید به آن پاسخ دهم. باید دانست ما اصرار نداریم که به کوشش‌ها و راه خود نام دین گذاریم. ما به نتیجه بیشتر علاقه‌مندیم تا به نامگذاری. ما حقایقی را روشن می‌گردانیم و شاهراهی برای زندگانی جهانیان باز می‌کنیم که می‌توان آن را شاهراه رستگاری یا زندگانی پاک یا آیین خرد یا مانند اینها نامید. اگر رمش دانشمندان از نام است، چاره‌اش بسی آسان است. اما اینکه ما نام دین برده ایم به جهاتی است که اینک برخی را یاد می کنم. نخست ما در میان کوشش‌های خود چنان که حقایق را روشن می گردانیم، گمراهی‌ها و بدآموزی‌ها را که جلوگیر حقایق است نیز دنبال می کنیم و چنان که شما می دانید در برابر بیشتر آنها کتاب‌ها نوشته ایم. نبرد با نادانی‌ها و گمراهی‌ها خود موضوع مهمی است. یک حوض تا از لجن پاک نشود، آب پاکیزه بر روی آن بستن نتیجه نتواند داشت. اکنون سخن در آن است که در کشور ما بیشتر گمراهی‌ها به عنوان دین است. 13 یا 14 کیش گوناگون هست و ما همه را گمراهی و بدآموزی می‌شناسیم. هر کدام به دینی بستگی دارد. از این رو ما ناچار بوده ایم از دین به سخن پردازیم و معنی راست آن را روشن گردانیده به همه نشان دهیم که این کیش ها که هست با دین ناسازگار است. دین از آنها بیزار است. همه آنها به وارانه دینی است. این کاری بود که ناچار بوده ایم بکنیم. در هر موضوعی که اشتباهات و اختلافات بسیار بود، برای حل قضیه باید موضوع را نیک روشن گردانید و حقیقت را بیرون کشید. دوم، این راست است که این کیش ها که هست هیچ یکی با آن معنای راست دین سازگار نیست. اینها نه تنها به مردمان حقایق یاد نمیدهند، از حقایق دورشان می‌گردانند و خردها را بسیار پست می‌شمارند. اینها درست به وارانه دین است. چیزی که هست بنیادگذاران اینها یا بر انگیختگانی که بنیاد دین گذارده اند، هر یکی از ایشان جز این معنی راست را نخواسته اند. به این معنی هر یکی از آنها در زمان خود به اندازه اقتضای زمان به شناسانیدن حقایق زندگانی و تکان دادن
به فهمها و خردها کوشیدند و منظورشان جز نظم دادن به زندگانی اجتماعی نبوده است. این را اروپا دیدگان و درس خواندگان به آسانی نتوانند پذیرفت، ولی در نزد ما مسلم است. مثلا همان مسیح که گفتگو از دینش رفت، بیگمان منظور او از برخاستن و کوشیدن و رنج کشیدن بیان یک رشته از حقایق زندگانی و راه نمودن مردمان به سوی آنها و به تکان آوردن خردها بوده است. از انجیل‌ها که در دست ماست این را به آسانی نتوان فهمید. آنها بسیار دور از این معنی است. لیکن باید دانست این انجیل‌ها 100 سال پس از مرگ مسیح نوشته شده. قدیمی ترین آنها 70 سال فاصله از زمان مسیح داشته. این خود داستان شگفتی است که مسیح با آنکه در زمان تاریخ برخاسته و در آن زمان هم رومیان و هم یهودیان تاریخشان روشن است، با این حال سرگذشت مسیح تاریک است و ما او را بسیار کم می‌شناسیم. آنچه دانسته شده، مسیح مرد بسیار مؤثر بوده و به شاگردان خود تأثیر بی اندازه داشته و چون با آن شکنجه ها و رنج ها که در تاریخ بیمانند است کشته شد، این مظلومی او شاگردانش را چندان به هیجان آورده که میتوان گفت دیوانهشان گردانیده و دلهاشان پر از آتش ساخته که هر زمان به گزافه گویی دیگری درباره مسیح گراییده قلوفهایی پیاپی کرده‌اند. فرزند خدایش خوانده‌اند، از گور بر انگیزانیده به آسمان عروجش دادند و در دست راست خدایش نشاندند. افسانه کفاره را برایش بافتند، معجزه ها برایش ساختند. از آغاز کودکی تا انجام زندگی سرگذشتش را پر از افسانه و گزافه گردانیدند. بدین سان تاریخچه او را سر و پا تاریک ساختند. کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشکش می کند. نام کتاب پرسش و پاسخ، نویسنده احمد کسروی، گویش آناهیتا ایرانی، فایل 3 برگ 27. avayaboof.com داستان‌های بسیاری در انجیل هاست که از خرد دور است و تاریخ هم از آنها آگاهی ندارد. مثلا رسیدن 3 تن ایرانی به بیت لحم در یک فرسنگی جنوب اورشلیم در شب زایش مسیح برای نماز بردن به او، کشتن هیرودوس حکمران یهود کودکان شیرخور را و مانند اینها چیزهایی است که تاریخ به یک بار از آنها ناآگاه است، در حالی که چنین چیزها اگر رخ دادی آوازش به همه جا رسیدی و در تاریخها انعکاس یافتی. به هر حال این انجیل ها پر از افسانه هاست. آنچه در آنها از مسیح است آن اندرز هاست که آنها نیز 70 سال زبان به زبان نقل شده تا بر روی کاغذ آمده. با همه اینها از همان انجیل ها پیداست که منظور مسیح از آن برخاستن و کوشیدن واداشتن مردمان به نیکوکاری و برانگیختن آنها به همدستی با یکدیگر و کشتن خوی پست خودخواهی در درونهای ایشان بوده است. این خود جستار بسیار مهمی است که آدمی دارای 2 سرشت جانی و روانی است و یک گام بزرگ در راه نیکی جهان این است که روانها نیرومند گردد و زندگانی آدمیان از روی خواهشها و دریافتهای این سرشت باشد. ما این جستار را در جاهای دیگر به تفصیل باز نموده ایم. نگاه شود به کتاب‌های برجاوند بنیاد، بخش 1 در پیرامون روان.
از کس روی. در اینجا مقصود آن است که کوشش‌های مسیح در همین زمینه نیرومندی روانها بوده. از همان انجیل‌ها این پدیدار است. کوتاه سخن آنکه بنیادگذاران دینها دین را به همین معنی که ما به آن می‌دهیم می‌شناختند و هر یکی از آنان به اقتضای زمان خود در همین زمینه که ما می‌کوشیم کوشیده است و این جهت دیگری بوده که ما را به بردن نام دین ناچار گردانیده. خواسته این بگوییم این رشته کوشش از نخست بوده است و پس از این هم خواهد بود. خواسته این بگوییم دینها نیز جز در همین زمینه نبوده و آنها نیز جز نیکی جهان و زندگانی جهانیان را نخواستند. اما اینکه نام دین بردن ما ملایان را به دشمنی تحریک کرده که مردم پست عامی را بر می آغالانند و به هیاهو و دشمنی بر می انگیزند و شما افسوس می خورید که در برابر کوشش های بسیار ارجدار ما چنین رفتار پستی را مشاهده کرده اید. ما اگر هم نام دین نبرده بودیم آنها این رفتار را کردندی. در جایی که ما می‌کوشیم این کیش‌های گوناگون را از میان برداشته مردم را از پراکندگی باز رهانیم، ناچاری است که آنها به دشمنی پردازند و چون راه دیگری نمی‌شناسند از این راه پیش آیند. مگر تنها در زمینه دین است؟ ما درباره شعر و ادبیات سخنانی می‌گوییم که همه حقایق است و می‌بینیم در آنجا نیز کسانی همین رفتار پست را می‌نمایند و به سخنان بی فرهنگانه می‌پردازند. این نمونه‌ای از آلودگی این توده است. اجازه دهید سوالی هم من بکنم. به گفته آقای الف این معنایی که شما به دین می‌دهید چیز تازه است. با آن بیانی که کردید من جای ایراد نمی‌بینم. ولی میخواهم بپرسم آیا اعتقاد به خدا و اعتقاد به آخرت جز دین نیست؟ من هم میخواستم همین سوال را کنم. اعتقاد به خدا و اعتقاد به آخرت هر دو از دین است. ما در شناختن جهان ناچاریم به هستی خدا اقرار کنیم. بخش بزرگی از شناختن جهان همین است که ما بدانیم این دستگاه بیهوده نیست و در اون نظم و سامانی هست و دست آفریدگاری در میان می باشد. یکی از کشاکش‌های ما با فلسفه مادی در همین زمینه است. شما اگر کتاب ورجاوند بنیاد را بخوانید در آنجا در این زمینه استوارترین دلیل ذکر شده است. همچنین درباره آخرت ما چون به گوهر آدمی پی ببریم خواهیم دید آدمی همین کالبد مادی نیست و در او دستگاه دیگری به نام روان می باشد و مانعی نیست که این دستگاه پس از نابودی کالبد مادی باز ماند و در جهان دیگری زندگی به سر برد. در این باره هم ما کتاب‌هایی نوشته کوشش‌های بسیاری به کار برده ایم. ولی در این زمینه نکته‌های مهمی هست. خداشناسی آن نیست که خدایی تصور کنند و هرچه دلشان خواست به او نسبت دهند. در ایران یکی از گمراهی‌ها همین است. خدایی تصور کردند و هرچه دلشان خواست به او نسبت می‌دهند. خدا افزار هوس‌های آنهاست. 3 سال پیش از این که در نتیجه جنگ آلمان و روس در ایران گرانی و نایابی پدید آمد و مردم دچار گرسنگی گردیدند، ملایان که از داستان برداشتن چادر و چاقچول دلتنگ می بودند فرصت یافتند و در بالای منبرها رو به زنان گردانیده چنین گفتند: آی خانوما، دیدین روتون رو باز کردین و خدا به خشم آمد و بلا فرستاد. این را در همه جا گفتند. ببینید به خدا چه نسبت می دادند. ببینید خدا در اندیشه آنها چه چیزی است. آنان خدایی تصور کردند و چنین می پندارند که در آسمان یا در عرش نشسته تنها
نگران ایران است که همان که یک گناه از مردم اینجا دید به خشم آمده بلا بر سر ایشان بفرستد و هرگاه که پشیمانی نمودند و به لابه و زاری پرداختند خشمش فرو نشسته بلا از آنان برمیگرداند. آنگاه عدالت در دستگاه خدا نیست. زنهای تهران رو باز می کنند و خدا به گناه آنان بلایی می فرستد که بیش از همه دامنگیر خانواده های بینوای بوشهر و بندرعباس می گردد. این است نمونه‌ای از خداشناسی این مردم. با این گمراهی ها و نادانی هاست که می آیند و با من می نشینند و سخن از دین می رانند. به عقیده اینان خدا از یک سو پیغمبری فرستاده و احکامی پدید آورده و به گناهکاران مجازات‌هایی قرار داده و برای تأکید و من یعمل مثقال ذرة شرا یره، هر که به اندازه ذره‌ای بدی کند سزایش می‌بیند، فرموده و از یک سو چون امام حسین کشته شده به یک بار احکام خود را به هم زده و دستور فرستاده که هر که به او گریه کرد گناهانش آمرزیده شود، اگرچه به شماره ریگ‌های بیابان باشد. پانوشت برگ 24 درباره آمرزش گناهان با گریه بر حسین حدیث ها هست. برای مثال کسی اگر به یاد امام حسین به اندازه بال مگسی اشک از چشمانش روان گردد، ثوابش بر خداست و خدا به کمتر از بهشت برای او خشنود نمی گردد. بهار الانوار جلد 44 برگ 291. یا اگر گریه کنی بر حسین که اشک روان گردد، خدا همه گناهان کوچک و بزرگ تو را بیامرزد، چه کم باشد چه بسیار. وسائل الشیعه جلد 14 برگ 2 تا 5. بازگشت به متن. این خدا یک روز آن را کرده و یک روز این را. یک گمراهی بزرگ دیگر نکوهش هایی است که از جهان می کنند. چنین وامی نمایند که خدا این جهان را دشمن داشته و مرد خداشناس و نیکوکار کسی است که به این جهان و زندگانی آن ارج نگذارد و دامن از خوشیهایش درچیند. جای حیرت است که چنین نسبتی را به خدا می دهند. تو گویی این جهان را خدا نیافریده و یا او آفریده و پشیمان گردیده، وگرنه به هر چه آن را دشمن می دارد. این گمراهی چندان بزرگ است که من اگر بخواهم زیان آن را شرح دهم باید 2 ساعت بیشتر سخن رانم. این نتیجه همان است که ما می بینیم ایرانیان به جهان با دیده تحقیر می نگرند. نمی گویم آن را ترک می کنند و یا از خوشیهایش دامن می چینند. خیر، این کار شدنی نیست. می گویم آن را خار می دارند و بی‌پروایی می نمایند و به کارهای بزرگ بر نمی خیزند. داستان آنان داستان کسی است که در خانه‌ای عاریتی نشیند که به آبادی آنجا نپردازد و به روز گذرانیدن قناعت نماید. در این چند روزه سخنی شنیدم که چون مثل نیکی به این گفتگوی ماست میخواهم آن را یاد کنم. در هفته گذشته که من در بیمارستان رضانور بودم و 3 روز در آنجا ماندم و در آن 3 روز دیدن بیمارستان و کارهای آن برای من مایه دلخوشی و شادمانی بود، میتوانم گفت که از رنج و دردم میکاست. جوانی به اروپا رفته و 15 سال درس خوانده و دانش آموخته و چون خواسته بازگردد یک رشته ماشین‌ها و افزارها که ما نداشته و یا کم داشته این با خود آورده و سرمایه ریخته و چنین دستگاهی برپا گردانیده که می توانیم ما نیز از پیشرفت‌هایی که در زمینه پزشکی و چاره بیماری‌ها رخ داده استفاده کنیم.
می توانیم از معجزه های دانش بهره یابیم. می توانیم به هنگام گرفتاری رو به بیمارستان آورده پس از چند روزی آسوده و تندرست به خانه های خود بازگردیم. در آن چند روز با آشنایانی که به دیدنم می آمدند بارها به این گفتگو پرداختیم و به بلندی اندیشه و روشنی فهم پدر دکتر که او را برای درس خواندن به اروپا فرستاده و سپس با فروش املاک خود سرمایه برای تأسیس بیمارستان داده آفرین‌ها خواندیم. بارها به جوانان می گفتم کارهای نیک این هاست. آن کارهایی که مایه خوشنودی خدا تواند بود این کارهاست. می گفتم مادری که با دلی لرزان و هراسان دست فرزند ناتندرست خود را گرفته به این بیمارستان می آورد و پس از چند روزی که فرزندش بهبود می یابد با دلی پر از شادی و خوشنودی دست او را گرفته از بیمارستان بیرون می برد، من در جهان لذتی بالاتر و بهتر از دیدن این شادی و خوشنودی آن مادر نمی شناسم. زهی مردی که از دانش خود چنین دستگیری هایی به مردم تواند کرد. این بود سهش های احساسات من در آن چند روز. پس از بازگشتن از بیمارستان که 2 روز پیش از این برای گرفتن دستور دوباره به آنجا رفتم، چون نشستم دوباره آن سخنان به میان آمد. یکی از پزشکان بیمارستان آقای دکتر تقوی چنین گفت: اینها احساسات شماست. دیگران می آیند و این دستگاه را می بینند و به جای تشویق به دل سرد گردانیدن ما می کوشند. می آیند و استفاده هایشان را می کنند و هنگام رفتن به گفته عوام یک چیز هم طلبکار می شوند. همین امروز در اینجا داستانی رخ داده. یک حاجی آخوندی از تبریز آمده بود. در اینجا خوابید و معالجه شد و شفا یافت و امروز که خواست برود با من به سخن پرداخته چنین گفت: این شکوه و جلال مجازی است، شکوه و جلال حقیقی در آن دنیا در بهشت است. سپس آغاز کرد به توصیف بهشت. از جمله چنین می گفت: آدم روی تخت می لمد و استراحت می کند، از درختها و دیوارها آواز موسیقی می شنود، شیر و عسل از نهرها جاری، دست می اندازی چند تا حوری می گیری و به بغل خود می چسبانی. این دنیا برای کفار است، برای ماها نیست. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. معنی این حرفای حاجی آخوند آن بود که ما درس خوانده ایم و پزشک شده ایم و در اینجا به بیماران درمان می کنیم و با بیماری ها مبارزه می نماییم. اینها کارهای دنیایی است و پیش خدا ارزشی ندارد و ما در آخرت بی بهره خواهیم ماند. این بود بیانات آقای دکتر تقوی که من از شنیدن آن نزد خویش شرمنده گردیدم. ببینید به خدا چه نسبت‌هایی می‌دهند. ببینید تا چه اندازه از حقایق زندگی بی بهره‌اند. این جهان برای کافران است، برای ما نیست. یکی نمی‌پرسد چرا؟ شما این را از کجا می‌گویید؟ مگر الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر حدیث نیست؟ پیغمبر نفرموده؟ بیگمان پیغمبر چنین سخنی نفرموده. پیغمبر اگر دنیا را برای کافران می‌دانست، پس آن کوشش ها برای نیک زندگی کردن مسلمانان و آسایش آنها بهر چه بود؟ پس آن جنگ ها و کشورگیری ها چه معنایی داشت؟ مذمت دنیا در قرآن هم آمده است. آنچه در قرآن آمده نکوهش از آزمندی است. مقصود آن است که مردم در پی پول اندازی نباشند و جلوی
آز خود را گیرند. همین امروز آزمندان بسیاری هستند که کارخانه دارند و یا به بازرگانی میپردازند و یا دهداری میکنند و آرزوشان جز پول اندازی نیست. به جای آنکه از کار و پیشه خود پیشرفت زندگانی توده مردم را بخواهند و در بند آسایش مردم باشند، جز در بند پول انباشتن نمی باشند و در راه آز هزارها خاندان را لگدمال می گردانند. اینها آسیبی برای زندگانی هستند و در خور نکوهش می باشند. در قرآن و دیگر کتاب‌های دینی نیز از آنها نکوهش رفته است. ولی این جز از نکوهش جهان و زندگانی است که به زبان ملاها افتاده است. این جز از آن است که کسی به بیمارستان و پزشکی و کارهای بسیار ارجدار پزشکان ارج نگذارد و بدانسان سخن پردازی و زبان درازی کند. اینها چون خودشان به کارهای نیک نمی پردازند و جز مفتخوری و شکم پروری هنری ندارند، میخواهند دیگران را هم از نیکوکاری باز دارند. آمدیم بر سر اعتقادات به آخرت. در آن زمینه هم ایرانیان دچار گمراهی های بسیارند که اگر من بخواهم در آن باره سخن گویم 2-3 ساعت خواهد کشید. یک موضوع را برای نمونه یاد می کنم. در روزگاران باستان که دینی در جهان نبود و مردم گرفتار بتپرستی بودند، یکی از گمراهی های ایشان این بود که میپنداشتند کسی که مرد و او را به گور سپاردند در زیر خاک با همان تنش زنده گردد و در همان گور به زندگانی پردازد. آخرت یا جهان دیگر را در زیر خاک میپنداشتند. در نتیجه این گمراهی بود که چون کسی میمرد، ظروفها و دیگر افسارها با او به خاک میسپردند. خوردنیها جا میدادند. با پادشاهان جواهرات و زینت افزارهای آنان را همراه میکردند. اکنون که کاوش‌هایی میشود، گاهی از برخی گورها چندان جواهر و افزار به دست می آید که باید آن را گنجینه نامید. در برخی توده ها گمراهی شکل بدتری داشت، زیرا چون پادشاهی میمرد، زنها و کنیزان و غلامانش را هم کشته با او به زیر خاک می سپردند و با اسبهایش همان رفتار را می کردند، چرا که پادشاه در آن جهان زیر خاکی تنها نباشد و پیاده نماند و اسب و خدم و حشم داشته باشد. مغولان این رفتار زشت را داشتند که چون به ایران آمدند، همین رفتار بسیار زشت را در اینجا نیز به هنگام مرگ یکی از پادشاهانشان، گویا هولاکو باشد، به کار بستند و زنان و مردان بیگناهی را در دخمه او جا داده زنده به گور گردانیدند. هنگامی که کلمبوس آمریکا را کشف کرد، این عادت در میان برخی از بومیان آنجا رواج داشت. هویانا کپک، پادشاهی نیمه وحشی پرو که مرده بود، بیش از 1000 تن را کشته با او زیر خاک سپرده بودند. همچنان 80 سال پیش از این که اروپایی ها تازه به آفریقا چیره می شدند، این عادت را در میان برخی از قبایل وحشی آنجا با شکل بسیار فجیعی در جریان یافتند. پیداست که اینها جز نتیجه نادانی و گمراهی نیست، زیرا بی گفتگوست که کسی که زندگانیش در این جهان پایان یافته می میرد، تن او لاشه می گردد که چه در زیر خاک باشد و چه در روی خاک عفونت پیدا کرده از هم پاشیده می شود. آنچه زنده تواند ماند روان اوست و هر کاری که از پاداش یا کیفر تواند بود، روان را تواند بود. روان هم در این جهان مادی نیست. از خوردنی ها و پوشیدنی های این جهان مادی به یک بار دور است. دین ها که از روان گفتگو کردند، از خوشی های او در جهان دیگر گفتگو کردند. به هر حال زنده گردیدن تن در زیر خاک
و متنعم شدن آن با لذت‌های مادی جز پندار بسیار بیخردانه نبوده است و نتواند بود و تشریفات برای تن بیروان یا لاشه جز از نافهمی و کوردرونی سر نتواند زد. چیزیست بسیار آشکار، کسی که مرده تن او لاشه گردیده و چنان که گفتیم جز به درد گندیدن و از هم در رفتن و فرو ریختن نخواهد خورد. این است دینها دستور داده‌اند که آن را در زیر خاک نهان گردانند که هم در بیرون نباشد و هم آبرویش محفوظ ماند و هم مردم از بوی بد او آزار نبینند و بیماری ها پدید نیاید. به زیر خاک سپردن مرده معنایش این است. معنایش او را به بهشت یا به دوزخ فرستادن نیست. اگر به جای آن بسوزانند سوزانیدند. از دیده دین باکی نیست. اکنون سخن در آن است که ایرانیان در همین زمینه گمراهی های بیخردانه بتپرستان باستان را نگه داشتند و چنین میپندارند که مردگان در زیر خاک جهانی دارند، بهشت و دوزخ در آنجاست، کیفر و پاداش که خواهد بود به همان تنهاست و از بس در این نادانی و گمراهی خود پافشارند دستور دین اسلام را درباره دفن مردگان از معنای خود بیرون برده با این گمراهی سفیهانه خود انطباق داده‌اند. البته ایشان این را نخواهند پذیرفت و این گفته ما را تهمتی درباره خودشان خواهند پنداشت، ولی رفتارشان حقیقت را نیک نشان می‌دهد و شما خواهید توانست از سنجش کارهای آنان به کوته مغزیشان پی برید. یکی از باورهای ایرانیان درباره مردگان این است که چون یکی را به خاک سپردند، 2 تن فرشته، یکی منکر و دیگری نکیر، با گرزهای آتشین در دستهاشان بالای سر او حاضر خواهند شد و برای آنکه اندازه ایمانش را بفهمند پرسش‌هایی از او خواهند کرد. یکایک ارکان دین را خواهند پرسید. گرازهای آتشین را در برابر چشمش به تکان آورده خواهند پرسید: من ربک من نبیک من اعتمکم الجنت الحق هل النار الحق هل صراط الحق هل میزان الحق. خدایت کیست؟ پیغمبرت کیست؟ امامانت کیست؟ آیا بهشت راست است؟ آیا دوزخ راست است؟ آیا پل صراط راست است؟ آیا ترازو راست است؟ وای به حال کسی که ایمانش ضعیف است، که از ترس زبانش بند آمده، نخواهد دانست چه بگوید و گرزهای آتشین پیاپی بر سرش فرود خواهد آمد. برای کمک به این گونه مردگان ضعیف ایمان است که علما موضوع تلقین را ایجاد کردند. کسی که مرده او را تنها نمیگذارند و یک ملا یا شیخ بالای سرش ایستاده به او یاد میدهد: یا عبدالله اذا جاءک الملکان المقربان و سلاک من ربک لا تخف و لا تحزن و قل الله ربی و محمد نبی. این رفتاری است که با هر مرده‌ای می‌کنند و این در خور چند ایراد است. ایراد 1: مگر دین تنها گفتن به زبان است که هر کسی همان که توانست با زبان پاسخ دهد دیندار شناخته گردد؟ دین مگر اسم شب است؟ دین مگر جواز دم دروازه است؟ 2: دین مگر تنها برای آن جهان است که دم دروازه یادش دهند و روانه‌اش گردانند؟ چرا نمی‌خواهند تا در این جهان است دیندارش گردانند؟ اینان دین را به چه معنی می‌شناسند که چنین رفتاری می‌کنند؟ 3: تلقین یا دین یاد دادن چرا به عربی؟ مگر زبان رسمی آن جهان عربی است
مگر ترک و کرد و لر و مازندرانی و لالی همان که مردند عرب می‌گردند و عربی می‌فهمند. 4. مگر پاداش و کیفر با تن است که پرسش‌ها از او می‌شود؟ چرا این پرسش‌ها را از روان نمی‌کنند؟ میگویم در آن هنگام روان هم به تن باز می‌گردد. میگویم اگر بازخواستی گشت چرا بیرون رفته بود؟ آنگاه دلیل این چیست؟ شما این را از کجا میگویید؟ اینها ایرادهای بزرگی است و در اینجا ایراد آخری دیده من است. این بهترین دلیل است که عقیده این مردم درباره آخرت چیست و چنان که گفتیم همچون بتپرستان کهن آخرت یا آن جهان را در گور یا زیرزمین میشناسند. فرشته های خدا را به آنجا میکشانند، عذاب نیز در آنجاست. کسی که ایمانش درست است گور برای او بهشتی خواهد گردید و در آنجا به خوشی خواهد پرداخت. کسی که کافر است یا ایمانش نادرست است گور پر از آتش گردیده همیشه او را خواهد سوزانید. این باور همه ایشان است و انکار هم نتوانند کرد. یک رفتار زشت ایشان در این زمینه بردن استخوان‌های مردگان از اینجا به آنجاست. استخوان‌ها را بار می‌کنند و کاروان راه می‌اندازند. اسلام شکافتن گور را یا نبش قبر را نهی کرده تا آبروی مرده نریزد و به زندگان آزاری نرسد. اینان برای آنکه نادانی‌های بتپرستانه خود را به کار بندند دستور صریح اسلام را نادیده انگاشتند. علمایشان تجویز کردند بلکه مستحب قریب به وجوب شمردند که گورها را بشکافند و استخوانها را با 100 رسوایی و مردم آزاری از شهری به شهری کشند. چرا؟ این کار را چرا می کنند؟ پانوشت 1 برگه 31 شیخ جعفر کبیر در کتاب کشف الغطا از مواردی که بیرون آوردن مرده از گور جایز است بحث می کند و جایز می داند که گورها را باز کنند و استخوان یا گوشت مردگان را یا هر دوی آنها را بیرون آورند، به نجف یا به کربلا برده و به بارگاه فلان امامزاده یا بهمان عالم یا درویش نقل کنند. میگوید اگر نبودی که علمای ما آن را واجب ندانستند من حکم به مواجب بودن می کردم. از کتاب گفت و شنید سات 16 بازگشت به متن. برای آنکه تن مرده از فشار گور ایمن باشد نکیر و منکر به سرش نتواند آمد، برای آنکه روز رستاخیز همان که سور دمیده شد زودتر از دیگران به بهشت رود. درهای بهشت یکی از شهر قم، دیگری از نجف، دیگری از کربلا است. بهشت در زیر زمین است و درهایش نیز اینجا هاست. من میخواستم بگویم اینها عقیده عوام است و به شما پاسخ دهم. مسئله تلقین جلوم را گرفت. تلقین را علما در کتابهاشان نوشتند. نقل جنازه هم عادت عمومی است. من نمیدانم علما به این مطالب شما چه پاسخی میدهند. اینها که تمامش راست است. در فایل 4 پاسخ د یا احمد کسروی را گوش کنید. پایان این فایل در برگه 31. کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشکش می کند. نام کتاب پرسش و پاسخ. نویسنده احمد کسروی. گویش آناهیتا ایرانی. فایل 4 برگه 32. avayaboof.com د. این عادتی شده
که ما چون موضوعی را عنوان کرده ایراد میگیریم پاسخ داده میگویند این عقیده عوام است. این پاسخ از ریشه غلط است. این معنایش آن است که عوام هر عقیده‌ای داشته و به آنان ایراد نباید گرفت. بسیار نیک، این عقیده عوام است. ما نیز از عوام گفتگو می‌کنیم. به عقیده آنهاست که ایراد می‌گیریم. درباره آنهاست که می‌گوییم گمراهند، نافهمند، معنی زندگانی را نمی‌دانند. باید به راهشان آورد. حقایق زندگانی را باید یادشان داد. اگر مقصودشان آن است که اینها در اساس مذهب نیست، باز جای ایراد است. زیرا مذهب یک مردم همان است که دارند و به آن کار می‌بندند. دین یا مذهب رخت نیست که دو دست باشد، یکی را در بخچه نگه دارند و دیگری را به تن کنند. مذهب ایرانی ها همین پندارها و باورهاست که توده انبوه یا به گفته شما عوام در مغزهای خود جا داده اند و به آنها دلبستگی دارند و رفتارشان از روی آنهاست. بارها دیدم کسانی می آیند و چنین می گویند فلان ایرادی را که شما گرفته اید راست نیست. کتاب ما قرآن است. آیا در قرآن چنین اعمالی هست؟ میگویم این سخن شما ماننده آن است که ما چون به راهزنی و تاراجگری ایراد بگیریم بگویند اینها در قانون اساسی نیست. کتاب کشور ما قانون اساسی است. آیا در آن اجازه دزدی یا راهزنی داده شده است؟ جای حیرت است که رسوایی به این بزرگی را راه انداختند. گورها را میکنند و استخوانهای مرده ها را بیرون میآورند و بار اسب و اشتر کرده یا در اتومبیل گذارده صدها فرسنگ راه میبرند و از مرز گذرانیده به کشورهای بیگانه میرسانند و 20 میلیون توده را سرافکنده جهان میگردانند و چون پرسیده شود عذر بدتر از گناه میآورند. میگویند آخر خواستیم از فشار قبر و سؤال نکیر منکر در امان باشد. چنین کار زشت و نادانی و پستی را صدها سال است که کردند و میکنند و چون ما ایراد میگیریم و پاسخی نمیدانند و نمیتوانند چنین میگویند اینها که در قرآن نیست. تو گویی ما به قرآن ایراد گرفته بودیم. یکی نمیگوید اگر در قرآن نیست پس چرا میکنید؟ نمیگوید در قرآن نیست ولی در احادیث شما هست، در کتابهای فقهیتان هست، در کشف الاخطاء شیخ جعفر کبیرتان هست که میگوید اگر اجماع مانع نبود من آن را واجب میگردانیدم. شما میگویید من نمیدانم علما به این مطلب شما چه پاسخی میدهند. میگویم پاسخی ندارند که بدهند. چون پاسخی ندارند برای شورانیدن مردم هیاهو راه میاندازند که این دعوی پیغمبری کرده، تهمت میبندند که اینها قرآن میسوزانند. گاهی یکی برخاسته چند جمله پوچی را هم به هم میبافد و های هوی به راه میاندازد که بنده پاسخش را دادم، او را شکستم، خدا را شکر که فیروزی نصیب شیراز گردی. پاینوشت 1 اشاره به ملای شیرازی است که به پندار خود به کتاب شیعیگری بخوانید و داوری کنید پاسخ داده است. بازگشت به متن. برای چند سخنی که راه به هیچ جا نتواند برد این همه ارزش قائل می شوند. اگر می خواهید بدانید چه پاسخی می دهند شما 2 تن به نزدشان روید و همین داستان تلقین را بپرسید. ببینید چه خواهید شنید. بپرسید داستان منکر و نکیر چیست؟ مگر خدا از دینداری و بیدینی مردم آگاه نیست؟ 2 تن بازپرس می فرستد. بپرسید مگر دین با زبان است که یکی همان که به پرسش ها پاسخ داد دیندار شناخته گردد؟ بپرسید
مگر کرد و لر و مازندرانی و لاری همان که مردند عرب گردند. بگویید کسی اگر در زندگی دین داشته و باورهایی با خود به آن جهان برده، دیگر چه نیازی به این یادآوری یا تلقین شماست؟ اگر دین نداشته و باورهایی با خود نبرده، چه سودی از این یادآوری یا تلقینهای شماست؟ اینها را بپرسید تا بدانید چه رفتاری می کنند. پانوشت 2. شیعیان دستگاهی از امامان و امامزادگان ساخته و پرداخته می دارند که آنان را گرامی داشته، خدا شناخته و در حساب پاداش و کیفر چنین وامی نمایند که ایشان در دستگاه خدا برای پیروانشان پارتی بازی توانند کرد. و دلیل این گفته پاک شدن گناهان با گریستن بر امام حسین و دیگر پندارهایی است که در کتاب داوری گوشه‌هایی از آن شرح داده شده. از سوی دیگر اینها خدا را آگاه از دلها نمی‌شناسند، آگاه از آنچه می‌گذرد نمی‌دانند و این است می‌پندارند می‌توان هر گناهی کرد و سپس با ظاهرسازی خدا را فریفت. همین داستان یادآوری یا تلقین، استخوان‌های مردگان به کربلا بردن، با دلهای پر از گناه به زیارت گنبدها رفتن و انتظار شفاعت از ایشان در روز قیامت داشتن، همه نشان می‌دهد که ایشان به چگونه خدایی باور دارند. بازگشت به متن. این همه های هوی و بدرفتاری از آنجاست که به گفته های ما پاسخ ندادند و ندارند که بدهند. چون پاسخ ندارند و از آن سوی نمیخواهند بپذیرند و دست از سودهای ناروا بردارند، ناچار شده با صد زشتی هوچیگری راه می اندازند. ببینید تا چه اندازه زشت است که در میان مردم نافهم تهران و تبریز و قزوین انتشار دهند که اینان قرآن می سوزانند، عطار و بقال و یخ فروش و دلاک گرمابه را بشورانند. آن شنیده اید که معاویه در صفین چون در کار خود درماند، دست به دامن قرآن زد و برای پیشرفت آرزوهای بسیار شوم خود قرآن را به جلوی امام علی کشید. اینها از معاویه بیشرمترند. برای آنکه دکانهای مفتخوری را نبندند، احترام قرآن را نداشته چنین دروغی را انتشار می‌دهند. اینها همه از درماندگی و ناچاری است. این به تازگی رخ داده که یکی رفته و از یک ملای بزرگی پرسیده این جنازه بردن به قم و نجف برای چیست؟ آقا حدیث خوانده که یکی از درهای بهشت از قم و دیگری از نجف است. گفته آقا مگر بهشت در زیر زمین است که درهایش از قم یا از نجف باشد؟ آنگاه مگر دیگران که در قم یا نجف به زیر خاک نروند به بهشت نخواهند رفت؟ پس از همه اینها مگر در دستگاه خدا حساب و کتاب نیست و نیکوکاری و بدکاری منشأ اثری نیست که هر که به در بهشت نزدیکتر بود زودتر جنبد خود را به بهشت اندازد و دیگران بمانند؟ آقا از این سخنان برآشفته و چون درمانده بوده با پرخاش چنین گفته اینها سخنهای کسروی است، شما از کجا یاد گرفته اید؟ این بود پاسخ آن عالم بزرگ. این همه سخنها از آنجا برخاست که گفتم خداشناسی آن نیست که خدایی تصور کنند و هرچه خواستند به او نسبت دهند. این گونه خداشناسی با بت پرستی یکی است، بلکه همان بت پرستی است. خداشناسی هنگامی درست است که خدای راستین را شناسند و هر کاری بیهوده یا ناسزایی را به او نسبت ندهند. این است ما به خداشناسی این مردم ارج نمیتوانیم گذاشت، بلکه جز بت پرستشان نمیتوانیم شناخت. آنان گردن می افروزند و به خود می بالند که خدا پرستند، ولی در پستی اندیشه از بت پرستان هم کمترند. خانومها دیدید، روحاتان را باز کردید، خدا به غضب آمد و بلا فرستاد.
این است نمونه ای از خداشناسی آنان. درباره آخرت نیز همان است. یک آخرت پنداشتن و هزارها افسانه به آن بستن جز گمراهی و نادانی نیست. چند روز پیش در کتابی می‌خواندم که پل صراط 1000 ساله راه است. ببینید چه رسوایی است. کسی که 40 سال و 50 سال در این جهان زیسته، برای پس دادن حساب آن باید از روی پلی بگذرد که باریکتر از موست، برنده تر از تیغ است، 1000 سال هم راه است. افسوس، افسوس. شنیدنی است که پل صراط یک افسانه ایرانی است. در زبان عربی صراط به معنی راه راست است، به معنی پل نیست. این یکی از افسانه‌های ایرانیان بوده که روان مرده برای رسیدن به بهشت باید از پل چرنت گذرده، واژه چرنت را معرب گردانیده صراط ساختند و افسانه را در میان عقاید اسلامی جا دادند. نکیر و منکر از پرسش هایی که خواهند کرد یکی هم درباره آن است. هل صراط حق؟ آیا پل صراط چرنت راست است؟ باید پاسخ دهد و بگوید و صراط و حق، پل چرنت راست است. برای خنده میگویم. در آغاز جوانی یکی از خویشاوندم مرده بود. به تشییع جنازه اش رفتیم. چون به خاک سپرده شد، ملایی آغاز تلقین کرد و برای آنکه هنرنمایی کند چیزهایی هم از خود بدان می‌افزود، از جمله و فشار القبر حق و سؤال المنکر و نکیر الحق. یکی از حاضران به شوخی گفت و گرزهما الآتشین الحق. با آنکه جای خنده نبود همه خندیدند. میزان که در قرآن آمده به آن که ایراد نیست. آنچه من به یاد می‌دارم در قرآن میزان به این معنی که جزو عقاید مردم است نیامده. در قرآن در یک جا میگوید و من ثقلت موازینه و البته مقصود فزونی ثواب است، نه آنکه به راستی ترازو بیاویزند و اعمال نیک و بد را بکشند. گذشته از آنکه اعمال نیک و بد کشیدنی نیست و اندازه عمل را با کشیدن در ترازو معین نمی کنند. این کار به خدا توهین است، مگر خدا اندازه کارهای نیک و بد را خود نمی داند که نیاز به کشیدن باشد. به هر حال ترازو یا میزان نیز به آن معنی که فهمیده مردم است جز پندار نتواند بود. نتیجه حرفای شما آن است که ما هرچه عقیده داریم عامیانه است، عکس حقایق است. تعجب من از آن است که ما در پیش خود به این عقیده ها می نازیم. هنگامی که در بازار نشسته ایم اگر یک فرنگی بیاید و رد شود در نظر ما حقیر است، چرا که بیدین است، کافر است. او بیدین است و ما دین داریم. من حالا می بینم که به کلی در غفلت بوده ایم. دین را به آن معنی که شما میگویید ما به یک بار از آن بی بهره هستیم. یک موضوع دیگر که مرا شرمنده میگرداند آن است که آیا بر سر این عقیده های عامیانه است که با شما می جنگند؟ بر سر این هاست که گلوله به تنتان می زنند؟ حقیقتاً مایه شرمندگی است. چیزی که مرا بسیار ناآسوده می گرداند آن است که عقایدی که به ما یاد داده اند مخالف صریح قرآن است. به گفته شما قرآن گفته و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. اینها میگویند اگر به زیارت رفتی از تمام گناهها پاک میشوی، اگر گریه کردی همه گناههایت آمرزیده میشود، اگر وصیت کنی جنازت را به کربلا یا نجف برند از حساب و عذاب آسوده خواهی بود. قرآن به ما دستور میدهد که نیک و پاک باشیم و گناه نکنیم و اینها ما را وامی دارند که هر گناهی که خواستیم بکنیم و راه فرار از مجازات را به ما یاد میدهند. علما همیشه منت میگذارند که اسلام را حفظ کردند و حالا میبینیم که ما را به کلی از اسلام دور ساختند. من نمیدانم کدام اسلام است که آنها حفظ کردند. موضوع دیگری را میخواهم از شما بپرسم. در میان گفته های خودتان 2-3 بار
یاد تهمت قرآن سوزانی کردید که به جمعیت شما میزنند. این مطلب را من هم بارها شنیدم. میگویند اینها قرآن میسوزانند. این قضیه چیست؟ مطلب از کجا برخاسته؟ قضیه آنجاست که این ملاها هر کجا که گیر کرده‌اند و چاره‌ای نتوانسته‌اند قرآن را پیش میکشند. اینها شاگردان معاویه‌اند. معاویه در جنگ صفین چون درمانده بود دست به دامن قرآن زد و کار خود را پیش برد. اینها آن را یاد گرفتند. اینها که دشمن قرآنند و 90% عقایدشان ضد قرآن می باشد، برای پیشرفت کار خودشان همیشه قرآن را دستاویز قرار می دهند. این قضیه در تبریز سابقه پیدا کرده که ملاها هر زمان که در یک تنگنایی افتاده‌اند و راه پیدا نکرده‌اند، هایهوی قرآن سوزانی راه اندازند و مردم عامی بازاری را بشورانند و خود را از تنگنا بیرون آورند. شما دو تن چون آذربایجانی هستید بیگمان از قضایا آگاهید. در مدت 30 سال 3 بار این رذالت را در آن شهر تکرار کردند. یک بار 30 سال پیش از این در زمان حکمرانی صمدخان مراغعی بود. در آن زمان یک نفر بلژیکی به عنوان پیشکار مالیه آذربایجان به تبریز آمد و به گردن کلفتان که چند سال مالیات نپرداخته بودند سخت گرفت و مالیات خواست، از جمله امام جمعه تبریز که از انبارداران و دهداران بزرگ بود. سالیان دراز مالیات نپرداخته بود و پیشکار بلژیکی به او نیز سخت گرفت. امام جمعه به فشار افتاده نمیدانست چه کند و پی دستاویزی میگشت که مردم را بشوراند و قضا را دستاویزی پیدا شد. چگونگی این بود که در یکی از دبستانها یکی از آموزگاران ورق‌پاره‌هایی را که توی اتاق بوده گرد آورده به درون بخاری میاندازد و در میان آنها تکه پاره‌ای از قرآن نیز بوده. یکی از شاگردان در بیرون این را حکایت می کند و داستان به گوش امام جمعه می رسد. امام جمعه آن را دستاویز گردانیده کسانی را به بازار می فرستد که های هوی را اندازند و مردم را بشورانند. در آن هنگام من در تبریز بودم. یک روز دیدم شهر به هم خورده و بازارها بسته گردیده و هایهوی بزرگی بلند شده که در دبستانها قرآن سوزانیدند. نزدیک بود بریزند و دبستانها را تاراج کنند. آن آموزگار که ورق پاره ها را به درون بخاری انداخته بود گرفتارش کردند و امام جمعه و دیگران فتوا به کشتنش دادند و چوبه دار هم برپا گردید. ولی حاجی میرزا حسن مجتبی به همچشمی با امام جمعه حمایت از او کرد و او را از دار باز رهانید و قائله خوابید. اما امام جمعه نیز به مقصود خود رسید، زیرا دیگر دولت جسارت نکرد از او مالیات بخواهد. قضیه دیگر در سال 1340 قمری بود. تفصیل آن است که در سال 1339 اداره فرهنگ آذربایجان خواسته بود که اوقاف را از دست ملایان اوقافخوار درآورد و به مصرف دبستانها رساند و در این کار جدیتی از خود نشان داده بود. در آن زمان در تبریز حزبی به نام سوسیالیست بوده. اینها نیز به اداره فرهنگ حمایت کرده نمایش‌هایی در بازارها داده بودند که ملایان موهوم شده و شکست خورده به گوشه‌ای خزیده بودند، ولی در پی فرصت بودند که بیرون آیند و مردم را بشورانند و دولت را ترسانیده دوباره اوقاف را به چنگ آورند. این فرصت در سال 1340 تازی به دست آمد. نخست یک بهانه بسیار کوچکی پیدا کرده آن را بزرگ گردانیدند و هایهویی راه انداختند. در آن زمانها کتابی به نام الدروس النحویه که در مصر چاپ شده بود در مدارس درس خوانده میشد.
در مراغه یک فشنگسازی از ورق پاره های آن فشنگی ساخته بود که چون فشنگ را انداخته بودند ورق پاره نیم سوخته را به تبریز فرستادند و در اینجا طلبه ها های هوی برپا کردند که چندان نتیجه‌ای نداد. لیکن در آن میان داستان دیگری در خود تبریز پیش آمد، بدین سان که حاجی میرزا علیاصغر نامی کتاب فروش زمانی قرآن به چاپ رسانیده بود که باطله های چاپ آن را که یک رویش قرآن و روی دیگرش سفید بوده به مصرف های دیگری می رسانیده. از جمله هنگامی خواسته بوده است که یک آگهی به چاپ برساند که در آن تصویر شیری بوده و چند نسخه را به روی آن ورق پاره های باطله به چاپ می رساند که این به دست ملاها می افتد و عنوان های هوی می گردد. یک روز بازارها بسته شد، سراسر شهر پر از غوغا گردید که بر روی ورق قرآن عکس سگ چاپ کرده‌اند. لامذهب‌ها به قرآن توهین کرده‌اند. طلبه‌ها به چند چاپخانه رفته دستبرد زدند و آزار دریغ نگفتند. در محله‌های دوردست می‌خواستند بریزند و دبستان‌ها را تاراج کنند. تفصیل این وحشیگری زیاد است و مرا مجال گفتگو نیست. و در اینجا نیز ملایان به مقصود خود رسیدند. با همان آشوب و غوغا اداره فرهنگ را ترسانیده از میدان به در بردند و دوباره اوقاف را به چنگ خود آوردند. داستان سوم 2 سال پیش درباره جمعیت ما بود. در اینجا نیز چون ملایان تبریز درمانده و دکانهای خود را در نتیجه کوشش‌های ما در خطر می‌دیدند و چاره دیگری نمی‌یافتند، به همدستی صوفیان و بهائیان و دیگران آشوب راه انداختند که اینان قرآن می‌سوزانند و مردم عامی بازاری را به هیجان آورده و یک رشته وحشیگری‌ها رخ داد. این داستان که در تبریز رخ داده است، از آن زمان ملایان تهران کوشش بسیار دارند که شاید همانند آن قائله را در تهران یا در شهرهای دیگر نیز برپا گردانند و با 100 بیشرمی و خیره رویی بر منبرها و در مجلسها عنوان می کنند که اینان قرآن می سوزانند و با این بیشرمی پست یخفروش و سلمانی و دلاک و درودگر و باربر را بر ما می شورانند. این است داستان آن. ما شنیده ایم شما هر ساله جشن می گیرید و کتاب می سوزانید. آیا آن هم دروغ است؟ نه، آن دروغ نیست. ولی آنچه ربط به قرآن سوزانی دارد. این یکی از کارهای ماست که کتابهای زیانمند را از رمان‌ها و دیوان‌های شاعران و کتابهای فال و جادو و مانند اینها می سوزانیم و از میان می بریم. این دنباله آن نبردی است که با گمراهی‌ها و نادانی‌ها داریم. این چه ارتباط به قرآن دارد که ما آن را گرامی داشته و از کتاب‌های برجاوند مقدس می‌شماریم. این کتاب سوزان کار نهانی نیست. همه ساله جشن برای آن گرفته می شود و همه ساله فهرستی از کتاب‌های سوخته شده به چاپ می رسد. باز هم تکرار می شود که قرآن در نزد ما ارجمند است. نه تنها قرآن، همه کتاب‌های دینی نزد ما ارج و احترام دارد. پس از همه این هاست که چند تن آخوند بیشرم به میان افتادند و از این تهمت برای خود استفاده می خواهند برند. اینها چندان پست است که من شرمم می آید گفتگویش کنم. امروز استفاده کرده ایم. این 2-3 ساعت برای ما به اندازه 1 عمر قیمت دارد. امیدوارم باز فرصت کرده برای استفاده به اینجا بیاییم. برگ 41 رشته دوم. روزی 2 تن جوانی آمدند و با بودن کسانی دیگر پرسش‌هایی کردند و پاسخ‌هایی داده شد که چون یادداشت کردم در اینجا به چاپ می‌رسانیم. برای آنکه نام‌ها برده نشود، یکی از پرسندگان را الف و دیگری را ج و خود را د نامیدم. کسروی. الف: ما کتاب‌های شما را خوانده ایم. حرف‌های شما اساسی است، ولی اشکال‌هایی به نظر ما رسیده که می‌خواستیم از خودتان بپرسیم. د: بپرسید. الف: یکی از ایرادها که به شما میگیرند آن است که شما میگویید ایرانی‌ها گرفتار
اختلافاتند. آنها میگویند این هم اختلاف دیگری خواهد بود. به گفته خودتان در ایران 14 مذهب هست. آنها میگویند این هم مذهب 15 خواهد شد. مقصودشان چیست؟ از این ایراد چه نتیجه میخواهند؟ گرفتم که سخنانشان راست است و چنان خواهد بود که آنان میگویند. چه باید کرد؟ آیا باید به خاموشی گرایید و به هیچ کوششی برنخواست؟ آیا باید این اختلافها را به حال خود گذاشت و در پی چاره نبود؟ چرا که آن هم اختلاف دیگری خواهد بود؟ آنگاه این ایراد به دیگران هم وارد است. مثلا پیغمبر اسلام میبایست با بت پرستی نبرد نکند و اسلام را بنیاد نگذارد، چرا که آن هم اختلاف تازه دیگر بود. کرل مارکس با سرمایه‌داری به معارضه برنخیزد، چرا که آن هم کشاکش تازه‌ای میشد. ما در ایران دموکراسی یا مشروطه را نخواهیم، چون که اختلاف دیگری پدید می آورد. بدبختان چون در پی نیکی نیستند و نیک نمی توانند، شد این بهانه ها را می آورند. سخنانی به آن روشنی و استواری ببینید در برابرش چه یاوه ها می بافند. تو گویی در بهشت برینند و ما آمده این بیرونشان بریم، که بدین سان ناز می کنند و بهانه ها می آورند. در لجنزار نادانی و گمراهی فرو رفتند و ما که حقایق را گفته می خواهیم رهاشان گردانیم، چنین سخنانی را می شنویم. آیا اینان شایسته نام آدمی هستند؟ آنگاه آنان اشتباه می کنند. این سخنان اختلاف دیگری نخواهد بود. مذهبی به مذهبها افزوده نخواهد شد. اینکه شما می بینید در ایران قرن هاست کیش‌های گوناگون پدید آمده و همه با هم بازمانده و هیچ یکی نتوانستند دیگری را از میان برد، از آنجاست که همه آنها در یک ردیف است. یکی را به دیگری برتری نیست. هیچ کدام از روی خرد نیست. همه از روی پندار است. شیعیگری با بهائیگری هر دو در یک ردیف است. اگر هزارها سال بگذرد، هیچ یکی از آن دیگری را از میان نخواهد برد. آن دیگری نیز به همین حال است. این چه ربط به آن دارد که ما مردمان را به حقایق می‌خوانیم و سخنانی میگوییم که در استواری همسنگ دانش هاست و در هر کجا داوری خرد را به میان میکشیم. آنها کجا، اینها کجاست؟ کسی تا چه اندازه نافهم باشد که جدایی در این میانه نگذرد. شما امروز میبینید هزارها مردان و زنان همان که کتابهای ما را خوانده و سخنان ما را شنیدند، بی اختیار آن را پذیرفتند و در راهش پایداری می نمایند و روز به روز به شمارهشان می افزاید. می بینید ما به همه کیشها و به همه بدآموزیها ایراد گرفته ایم و بیپایی یکایک آنها را نشان داده ایم. پیروان آنها چون نمی توانند پاسخی دهند یا آنان نیز ایرادی گیرند، مردم عامی را به ما می شورانند و دست به جنایت می گشایند و آدم کشی می کنند و گاهی که ناچار شده می خواهند کتابی نویسند، چندان سخنان پست و بیفرهنگانه در آن می گنجانند که مایه نفرت خوانندگان می شود. چندی پیش داستانی رخ داد که بهتر است برایتان بگویم. 2 ماه پیش هنگامی که من در بیمارستان بود، یک یادآوری و روشنگری کوتاه. احمد کسروی نخستین بار که مورد حمله نواب صفوی و لاطولوت‌ها قرار گرفت، زخمی گردید و بستری شد، اما از آن جان سالم به در برد. بازگشت به متن و این دوران بستری شدن یادآور آن زمان است. بازگشت به متن. 2 ماه پیش هنگامی که من در بیمارستان بودم، با حماد ما، جمعیت ما، نیاز به وام پیدا کرده بود. از تهران به شهرستانها تلگراف کردند که هرچه توانند به نام وام به تهران بفرستند. در اهواز پولی گرد آورده می‌خواستند بفرستند. بازرگانی یکی از همراهان ما را خوانده و چنین گفته:
شنیدم از تهران پولی به وام خواستند. این 20,000 ریال را هم من میدهم که بفرستید. گفته وام را از خود با حماد خواسته اند. شما چون از ما نیستید نباید از شما پول را بپذیریم. او پاسخ داده من از شما هستم، کتابهایتان را خواندم. اگر تا کنون به آشکار نینداخته‌ام جهتی داشته. سپس داستان خود را گفته و دانسته شده که آخوندی در تهران کتابی به زیان ما نوشته و به چاپ رسانیده که به همه جا فرستاده و آن کتاب چندان پست و آخوندانه است که این بازرگان که آن کتاب را خوانده نفرتی در او تولید شده و همان نفرت او را واداشته که از کتابهای ما به دست آورد و بخواند و چون خوانده و با حقایق روشن روبرو گردیده ناچار شده همه را بپذیرد. پایان این فایل در برگ 43. کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشکش می‌کند. نام کتاب پرسش و پاسخ. نویسنده کسروی. گویش آناهیتا ایرانی. فایل 5 برگ 43. avayaboof.com. این یک داستان است و 100 مانند آن رخ داده. این بهترین دلیل است که حقایق بسیار نیرومند است و چون در میان توده‌ای انتشار پیدا کرد گمراهی ها و نادانی ها در برابر آن ایستادگی نتوانند داشت. بهترین مثل دین اسلام است که چون پدید آمد بتپرستی و نادانی های دیگر را از عربستان بیرون گردانید. می توانیم این موضوع را با زبان علمی گفتگو کنیم. ما در میان سخنان خود روشن گردانیده ایم که آدمی چون دارای 2 جنبه جانی و روانی است، نیکی‌ها و بدی‌ها را در نهاد خود با هم دارد و یکی از نیکی‌هایی که در نهاد او نهاده شده راستی پرستی یا حقیقت پژوهی است. هر آدم با نهایت پاک تشنه حقایق است، جوینده آنهاست. این است همان که سخنانی را شنید و آنها را حقایق دانست تشنه‌وار میپذیرد و به هواداریش برمیخیزد و از هر چیزی که مخالف آن است بیزار می شود. در جهان همیشه پیشرفت‌ها از این راه پدید آمده. برای مثل می گویم دموکراسی یا مشروطه در جهان چگونه رواج گرفت؟ آیا نه آن است که مردان نیکوخواهی آن را اندیشیده اند و دریافته اند و به زبان آورده اند و همان که انتشار یافته غیرتمندان پاک درون به هواداریش برخاسته و در راه پیشرفت آن جانفشانی ها نموده اند و با کوشش های خود تاج و تخت ها را از میان برده اند. بهتر از آن داستان اسلام است. آن دین چگونه پیش رفت؟ نه آن بود که چون مرد بزرگواری برخاست و حقایقی را به زبان آورد، پاکدلان و غیرتمندان از دور و نزدیک به تکان آمدند و به یاری او برخاستند و با جانفشانی های خود دستگاه بت پرستی را از سراسر عربستان برچیدند. آری، آدمیان همه یکی نیستند. هستند کسان بسیاری که روانهاشان بیمار است و نیروی راستی پژوهی در آنان ناتوان می باشد. این است با حقایق نه تنها یاوری نمی کنند، با آنها به دشمنی و کارشکنی برمیخیزند. این است همیشه مردم در برابر حقایق به 2 دسته اند. همیشه چنان که ابوبکر و عمر و علی و سلمان هستند، بوجهل و بوسفیان و بولهب و معاویه نیز می باشند. همیشه در برابر بهبهانی و طباطبایی و سقف الاسلام حاج سید محمد یزدی و میر هاشم شتربانی و مفاخر الملک پدید آیند. نتیجه‌ای که از این سخنان میگیریم آن است که گفته های ما حقایق است. ما چیزی از خود نگفته، همه حقایق را دنبال کرده ایم. اینها را با کیش ها و بدآموزی ها
که پایه‌ای جز پندار ندارد به یک ترازو نتوان گذاشت. این حقایق پیش خواهد رفت و بر همه گمراهی‌های گوناگون پیروز در آمده آنها را از پیش خواهد راند. شما خودتان میگویید ما کتاب‌های شما را خوانده‌ایم، حرف‌هاتان اساسی است. سخنانی که اساسی است چه جای نگرانی از پیشرفت آنها؟ من تا کنون 100 بار آزموده‌ام کسانی که به نزد من میآیند و به گفتگو میپردازند، اگر خردهاشان آزاد است و در پی حقایقند، نبوده است که ناخشنود بیرون روند. گفتگو کرده و ایرادها گرفته و پاسخهایی با دلیل شنیده و همه را پذیرفتند. آری، گاهی هم کسانی آمده و شنیده و در هر کجا که در مانده اند سخنان را پیچیدانیدند و چون با همه آن بدرفتاری باز در مانده و سخنی برای گفتن نداشتند، رفتند و دیگر نیامدند. برای آنکه سخن روشن گردد مثلی یاد می کنم. 2 یا 3 سال پیش روزی به وزارت فرهنگ رفتم. میخواستم وزیر را ببینم. چون نبود در دفتر کابینه نشستم. رئیس کابینه که دکتر اروپا دیده است به گفتگو پرداخته چنین گفت: من نوشته های شما را خواندم. کمتر کسی دیدم با این شهامت چیز نویسد. با همه گفته های شما موافقم. تنها در موضوع ادبیات مخالف هستم. زیرا نه آن جسارت می کنم که از شما خواهش کنم عقیده مرا بپذیرید و نه من خودم می توانم عقیده شما را در آن باره قبول کنم. این است اختلاف باقی خواهد ماند. گفتم چرا باید اختلافی باقی بماند؟ شما عقیده ای دارید و من هم عقیده ای دارم. باید خرد را در میانه داور گردانیم و آنچه داوری خرد باشد هر دو بپذیریم. ما برانیم اختلافات بزرگتر از این را با داوری خرد از میان برداریم. با شتاب گفت: اشکال در همین جاست که شما می‌خواهید شعرا را تابع عقل گردانید، در حالی که شاعر تابع احساس است. گفتم ما منکر احساس و یا سهش نیستیم و نمیگوییم باید سهش ها را کنار گذاشت، لیکن سهش ها یا احساسات نیک و بدش توأم است. از این رو باید تابع خرد باشد. یگانه نیرویی که خدا به آدمی برای شناختن نیک از بد داده خرد است. همه چیز باید در زیر نگهبانی خرد باشد. همه چیز. اگر چنین باشد که مردم در احساسات آزاد باشند، باید همه قانونها را کنار گذاشت و درهای دادگاه‌ها را بست. زیرا جرم‌هایی که در جهان رخ می‌دهد، اگر همه آنها نباشد، باری 90% نتیجه احساسات است. چنگیزخان آن همه مردم را از روی احساسات می‌کشت. مگر خشم یکی از احساسات نیست؟ اصغر بروجردی که بچه‌ها را می‌کشت، آیا عنوانش جز احساسات بود؟ پانوشت 1 همان است که در تهران بچه‌ها را می‌گرفت و می‌کشت و گرفتند و دارش زدند. بازگشت به متن. فلان جوان که دنبال زنی را می‌گیرد، آیا جز احساسات او را به این کار وامی دارد؟ اگر مقصود شما آن است که تنها شعرا در احساسات آزاد باشند که هرچه خواستند از سودمندی و زیانمندی و از مغزدار و بیمغز به رشته شعر بکشند، باید پرسید چرا؟ چه شده که شعرا جز دیگران باشند؟ شعرا چه برتری دارند؟ چه هنر بزرگی از خود نشان دادند؟ چون به این پرسش ها پاسخی نداشت، خاموش ایستاد. من نیز برخاستم. اکنون گفتگو در آن است که این یک حقیقتی بوده با دلیل بیان کرده شد و هر کس که این کار را بشنود و بفهمد اگر پاکدل و بیغرض است، ناچار است که آن را بپذیرد و گردن بگذارد. و ما تا کنون هرچه آزموده ایم جز این نتیجه‌ای ندیده ایم.
بارها دیده شده که کسی آمده و از سخنان ما درباره شعر و شاعری گله بسیار داشته، ولی چون نشسته و سر گفتگو باز شده و این سخن یا مانند آن را شنیده، رام گردیده و با خوشنودی برخاسته و رفته است. چندی پیش یکی از شعرای شیراز که مرد به نامی است به تهران آمده بود. با یکی از همراهان ما گفتگو کرده گله‌های بسیار بیان کرده بود. روزهایی بود که من ناتندرست بودم و در بیمارستان. آن همراه گفته بود بهتر است برویم عیادتی کنیم و شما نیز سخنان خود را بگویید. آمدند و نشستند و آن شاعر گله‌های خود را باز نمود. من سخنانی که درباره شعر و شاعری داریم و همه حقایق است به او گفتم. چون غرض نداشت همه را پذیرفت و چون به شیراز رفت در آنجا در پیش همراهان ما خوشنودی نموده پیام سپاسگزاری برای من فرستاده بود. همه می دانند 12 سالی پیش هنگامی که ما به سخن از شعر پرداختیم و ایرادها گرفتیم تو گویی به لانه زنبور آتش زده بودیم. در تهران و دیگر شهرها های هوی برخاست و از هر سو آوازها به گله و پرخاش بلند گردید، ولی در سایه تأثیر حقایق اکنون آن هیاهو خوابیده و انبوهی از کسانی که آن روز ایراد می گرفتند و پرخاش می کردند امروز خودشان سخنان ما را بر زبان دارند و می گویند، می نویسند، به شعرا خورده می گیرند. این نمونه ای از تأثیر حقایق است. از آن سو همه مردم پاکدل و بی‌غرض نیستند. هستند کسان بسیاری که خردهاشان ناتوان و یا در زنجیر اغراض است و این کسان حقایق را نمیپذیرند و ناچارند دسته‌ای در برابر دیگران باشند و ایستادگی نمایند. مثلا همان دکتر وزارت فرهنگ یکی از این کسان است. زیرا آن حقیقت را شنید با آنکه پاسخی نتوانست داد، چون شاعر است و یگانه هنرش شعر گفتن و قافیه بافتن می باشد و به همین عنوان است که در وزارت فرهنگ جا برای خود باز کرده و ماهانه چند هزار ریال حقوق مفت می برد، از این رو نتوانسته حقیقت را بپذیرد. دیده شده در اینجا و آنجا تکه هایی می گوید و می نویسد که به حساب خود می خواهد به سخنان ما پاسخ دهد و این گفته هایش چندان سست و بیپاست که اگر خودش فهم آزاد داشت خندهش می گرفت. پانوشته 1 درباره این شاعر و دکتر نگاه کنید در پیرامون ادبیات برگ 133. بازگشت به متن. مثلا به نام ایراد به گفته های من در یک جا چنین گفته: او هنوز نمی‌داند اندیشه های فلسفی و دینی جز اندیشه های شاعرانه است. ببینید این سخن تا چه اندازه سست و بیپاست. مگر در جهان حقایق چند رشته است؟ مگر نیک و بد و راست و دروغ از نظر هر کسی جداست؟ در آن صورت ما باید به هیچ گروهی در برابر کارهای بدشون ایراد نگیریم. مثلا سیاستمداران اروپا که در نتیجه هوسبازی‌های خود جهان را به خاک و خون میکشند و میلیون‌ها جوان را به کشتن میدهند، ما نباید ایراد گیریم و یا کارشان را بد شماریم، زیرا اگر ایراد گیریم آنها نیز توانند گفت اندیشه های فلسفی و اجتماعی جز اندیشه های سیاسی است. یا خیر، برخی ایلهای راهزن از کرد و شاهسوند که در ایران هستند، ما نباید به آنها نکوهش کنیم و کارشان را بد شماریم، زیرا آنان نیز خواهند توانست همچون آقای دکتر وزارت فرهنگ استدلال کرده بگویند این چیزها که شما میگویید
اندیشه های دینی یا اجتماعی است، اندیشه های شاهسوارانه یا کردانه چیز دیگری است. ببینید، جوانی که به اروپا رفته و درس خوانده و لقب دکتری گرفته، چون نمیتواند جلوی هوس پست قافیه بافی خود را بگیرد، نمیتواند از چند صد تومن حقوق مفت ماهانه چشم پوشد، بدین سان فهم و خرد را در زیر پا میگذارد و به چنین سخن بیپایی میپردازد. ولی آیا اینها حقایق را از میان میبرد؟ آیا اینها اثری تواند داشت؟ بیگمان اینها حقایق را از میان نمیبرند. در این مدت 10-12 سال وزارت فرهنگ با همه نیروی خود به هواداری از شعر به آن معنای ناستوده که در ایران رواج داشته کوشیده است. فروغی ها، قزوینی ها، دکتر غنی ها و دیگران نیروهای خود را در آن راه به کار بردند و با همه اینها نتوانستند جلوی تأثیر حقایق را بگیرند. آن روزی که ما به گفتگو از شعر پرداختیم، علاقه‌مندی به شعر و شاعران در ایران صورت یک هایهوی به خود گرفته بود. 70% شاگردان دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها شاعری می‌کردند. روزنامه‌ها و مجله‌ها ویژه شعر انتشار می‌یافت. در هر شهری انجمن‌های باشکوه و آوازه برپا شده بود با یک رشته گفتارهایی که نوشته شد. همه آنها از میان رفت. امروز صدها کسانی هستند که شاعر بودند و پس از شنیدن حقایق نه تنها از آن بازگشته‌اند، شعرهای بیهوده را که گفته و دیوان پدید آورده بودند از میان برده‌اند. در همین با هماد ما، جمعیت ما، کسانی هستند که در شعر سرایی ورزیده بودند و شعرهایی ستوده و می سرودند. سپس که به بیهوده بودن آن شعرها پی بردند، همه را به آتش کشیدند. چنان که گفتم این مسئله است، در همه جا چنین چیزی است. درباره مذهب‌ها نیز چنین است. کسانی که روانهاشان پاک و خردهاشان آزاده است، همان که حقایق را شنیدند، همه به یک راه خواهند درآمد و این راه‌های گوناگون از میان خواهد رفت. شیعی، سنی، بهایی، شیخی، کریمخانی، علی اللهی، صوفی، زرتشتی، مسیحی، کلیمی دیگر نخواهد ماند. همه چیز به کنار. ما اگر تنها دین را تفسیر کنیم و آن را به معنی راستش روشن گردانیم، این مذاهب گوناگون از میان خواهد رفت. دین چیست؟ شما اگر انجمنی برپا ساخته از همه پیروان و پیشروان مذهب‌ها یک یا دو تن را به آنجا بخوانید و از آنان بپرسید دین چیست و برای چیست. هر آینه پاسخ درستی نخواهید شنید، زیرا آنان هیچگاه آن را نیندیشیدند، هیچگاه در پی دانستن معنی راست دین نبودند. اگر شما خودتان دین را معنی کنید، دین شناختن معنی جهان و زندگانی است و زیستن به آیین خرد است. دین آن است که آدمیان تا توانند این جهان را بشناسند و معنی زندگی را بدانند، تا توانند به جهان با دیده بیناتری نگرند و هر چیزی را به معنی راستش شناخته در معنی راستش به کار برند. آنگاه در زندگانی خرد را راهنمای خود گردانند و به آیین خرد زیند. اینها که معنی راست دین است بگویید و با مثالهایی روشن گردانید، بدانسان که ما در کتابهای خود روشن گردانیده ایم. همین یک کار اثر خود را خواهد کرد و بیگمان هر با خرد پاک دلی را ناچار خواهد گردانید که دین را به همین معنی یه راستش شناسد و از کیش خود که با این معنی ناسازگار است دست بردارد.
من از خود شما میپرسم، آیا دین را جز به این معنی که ما میگوییم توان شناخت؟ امروز دسته‌های انبوهی از مردمان در اروپا و آمریکا و دیگر جاها به دین نیازی نمی‌شناسند، آن را چیز زائدی می‌شمارند. ما به آنها پاسخ داده می‌گوییم دین چیز زاید یا بیهوده نیست. دین شناختن معنی جهان و زندگانی است. با این معناست که ما جلوی ایراد آنها را می‌گیریم. اکنون اگر دین به این معنی نباشد، به آنها چه پاسخی توان داد؟ آنها که میگویند این هم اختلاف دیگری خواهد بود، اینها را نمیدانند. سخن از روی بینش نمیرانند، چون در پی بهانه جویی‌اند سخنی پیدا کرده و میگویند. این سخنانی که ما میگوییم و حقایق را باز مینماییم همه کیش‌ها را به تکان خواهد آورد، چنان که آورده است، و همه پاکدلان آنها را خواهند پذیرفت. تنها ناپاک درونان خواهند ماند که در برابر ما ایستادگی خواهند کرد و آنها نیز کاری نتوانسته از پا خواهند افتاد. الف. آنها که به شما ایراد میگیرند میگویند شما بایستی اصل اسلام را بگیرید. اگر آن را گرفته بودید به آسانی موفق می شدید، اختلاف هم رخ نمی داد. جای افسوس است که این عنوان اصل اسلام به دهنها افتاده که بی آنکه بیاندیشند و بفهمند گیج سرانه آن را به رخ ما می کشند. نخست به آن کسان باید گفت شما که لالایی می دانید چرا خوابتان نمی برد. عبید زاکانی می گوید قزوینی ماری را بر روی سکویی خفته دید و گفت دریغ مردی و سنگی. آنها نیز همینطور رفتار می کنند، گویا خود را آدم حساب نمی کنند. اگر این راست است که با اصل اسلام می توان اختلافات را از میان برد، چرا خودشان به آن نمی کوشند؟ این در کجای جهان است که کوشنده یکی باشد و دستور دهنده یکی؟ چرا به جای دستور دادن به من خودشان به کار نمی پردازند؟ دوم، چنان که گفتم آنان این سخن را نیندیشیده می گویند. می پندارند اصل اسلام یک چیز روشنی است که همان که به میان گذارده شد همه آن را خواهند پذیرفت و این نمی دانند که این کیش‌های گوناگونی که از اسلام جدا گردیده پیروان هر یکی از آنها اصل اسلام را کیش خود می داند و پیداست که اگر چنان نمی دانست آن را نمی پذیرفت. ما همه ما شیعه بوده ایم و می دانیم که شیعیان عقیده‌مندند که اساس اسلام همین است که آنها دارند و دیگران را در گمراهی دانسته بلکه کشتن آنها را واجب می شمارند. همین عقیده را سنی ها دارند. اصل اسلام را در نزد خودشان شناخته شیعیان و دیگران را اهل بدعت می شناسند. باطنیان که نامشان شنیده اید با آنکه سرانشان به کندن بنیاد اسلام می کوشیدند، عنوانشان این بود که عقاید و احکام اسلام یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر آنها را مردم گرفتند و باطنش در نزد ماست. اصل اسلام را در نزد خود می شناختند. صوفیان که بیشتر مسلمانان آنها را بیرون از اسلام می شمارند، خود ایشان مدعی بودند که مغز اسلام را به دست آوردند و به دیگران جز پوست آن نرسیده و آنها را قشری یا پوستی می نامند. این موضوع چندان آشکار است که به سخن نیاز نیست. شما اگر می خواهید آزمایش هم به کار بندید. مثلا جمعی را از شیعیان دعوت کنید و نشستی برپا گردانید و بگویید زیارت رفتن در اصل اسلام نبوده، بیایید آن را ترک کنید. یا بگویید موضوع امامت که شما آن را دستاویز اختلاف گردانیده اید در اساس اسلام نبوده و در قرآن هم یادی از آن نشده. یا به صوفی ها بگویید
صوفیگری از روم و یونان آمده، اسلام از آن بیزار بوده، بیایید دست از آن بردارید. این آزمایش را بکنید تا بدانید چه پاسخی خواهید داشت. میگویند قرآن را میگذاریم به جلو و اصل اسلام را پیدا میکنیم. نمیدانند که همه این کیشها به عقاید خود از قرآن دلیل میآورند و با بودن قرآن بوده که این اختلافها و گمراهیها پیدا شده. در همین 2-3 هفته ما در تهران دیدیم آقای شیخ محمد مردوخ از کردستان آمده ایرانیان را به یگانگی دعوت می کند و می گوید بیایید همه با هم یکی شویم و به سخنان خود دلیل‌های آشکار از قرآن می آورد. ملایان در برابر او های هوی برپا می کنند، دشنام‌ها نوشته با 100 بیشرمی او را خر دجال می خوانند، در برابر دلیل‌هایش مغالطه می کنند. او می گوید اگر خلافت ابوبکر ناحق بوده، زنهایی که در زمان او در جنگ اسیر افتاده بودند چون از راه نامشروع به دست آمده بودند بایستی به مسلمانان حلال نباشند. شهربانو دختر یزدگرد هم بایستی به امام حسین حلال نباشد. این را راست یا دروغ دلیل می آورد. آنها چون پاسخی نمی توانند برای تحریک عوام مغالطه می کنند که به امام ما نسبت زنا داده شده. این نمونه ای از رفتار آنها در برابر عنوان اصل اسلام است. پانوشت برگ 53 یک دلیل دیگر به آنکه این کیشها همه همپایه‌اند و یکی را به دیگری برتری نبوده، همه تهی از راستی هاست و هیچ یک توانایی برانگیختن نیروی راستی پرستی در مردمان نمی دارد، آنکه بیش از 1 سده است سخن از اتحاد اسلام در میان است و در آنجا هم اصل اسلام به میان می آمده و چون آن پیش نرفته بیش از 50 سال است سخن به نزدیک گردانیدن کیشها کشانده شده. دارال تقریب مذاهب بنیاد گذاشته‌اند و تا کنون صدها گفتار در این باره نوشته و 10ها همایش پدید آورده، آرزوها در دل پرورانده اند، ولی آنچه دیده می شود این است که هر چند سال یک بار یک شاخه نوعی از هر یک از اینها سر برآورده به نامهایی همچون روشنفکر دینی یا نواندیشی دینی و با آرزوهایی همچون پروتستانتیزم اسلامی جدا می شود و از دیگران دورتر می افتد. این در حالی است که دسته‌هایی همچون وهابی، طالبان، القاعده، داعش از سوی دیگر جدا افتادند. از آن سو هر ساله در کشورهایی همچون عراق، پاکستان در کشاکش‌های کیشی خون‌های بسیار بر زمین می‌ریزد. شیعی و حنفی و وهابی و دروزی و علی اللهی و شیخی و کریم خانی و دیگران هر یک بر کیش خود ایستادگی می‌کنند و نتیجه‌ای که در دست هست جز این نیست نیروهایی که میبایست برای آبادی در جهان و خرسندی جهانیان و پیشرفت دانشها به کار آید در ریختن خون بیگناهان و ویران کردن آبادیها به کار می افتد. آیا نتیجه برخاستن دینها و پیشرفت دانشها و تمدن باید این باشد؟ بازگشت به متن. آنگاه مگر داستان وهابی ها را فراموش کرده اید؟ مگر محمد ابن عبدالوهاب سخن از اصل اسلام نمی راند و دلیل از قرآن نمی آورد؟ با او چه رفتاری کردند؟ آیا به دلیلهایش گردن گذاردند؟ وهابی ها با آن روشنی دلیل آورده نشان می دهند که بت پرستان قریش که پیغمبر اسلام با آنها به نبرد برخاست رفتارشان با بت‌هاشان همین بوده که شما با گنبدهای مردگان رفتار می کنید.
نشان می‌دهند که بتپرستان چون در برابر دلیل‌های پیغمبر درمانده بودند، عذر آورده می‌گفتند ما اینها را خدا نمی‌دانیم، بلکه اینها میانجیانی هستند میان ما و خدا. و این درست همان عقیده است که شما درباره مردگان خوابیده در زیر گنبدها دارید. با این دلیل‌های روشن سخن آنها را نمیپذیرند و در پیش خود آنها را بیرون از اسلام می‌دانند. بهتر است کسانی که به عنوان اصل اسلام به ما ایراد می‌گیرند اینها را بدانند و به پوچی سخن خود خستوان معترف گردند. گذشته از همه اینها، آنان نمی‌دانند که امروز یک کار بسیار بزرگ و بسیار دشوار نبرد کردن با گمراهی هاست. همان پیغمبر اسلام با یک بت پرستی روبرو بود و سالها با آن به نبرد پرداخت و تا آن را نینداخت راه کار خود را صاف نگردانید. امروز ما در همین کشور با 10 گونه گمراهی روبرو می باشیم که باید با یکایک آنها نبرد کنیم و بیپایی هر یکی را روشن گردانیم و ایستادگی های سختی را که پیروان آنها از خود نشان می دهند بشکنیم. ما در برابر اینها به نیروی 10 برابر نیروی اسلام نیاز داشتیم. این گمراهی های گوناگون مردم را به یک بار گیج گردانیده و خردها و فهمهاشان را از کار انداخته است. اکنون 12 سال است که ما با این گمراهی ها در نبردیم و تیشه ها به ریشه هر یکی فرود آورده ایم و در چنین هنگامی میبینیم کسانی زبان باز کرده میگویند شما بایستی اصل اسلام را پیش کشید. به گفته عوام چیزی هم از ما طلبکار در آمده‌اند. دانسته می شود این کوشش ها که ما کرده ایم و در برابر گمراهی های 1000 ساله بالا افراشته به کندن بنیاد آنها تلاش کرده ایم کار بدی بوده. ما راه کوشش را نشناخته ایم. بایستی از این بزرگواران شور خواهیم، از این استادان دستور گیریم. این است معنی سخن آنها. پایان این فایل در برگ 54. کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشکش می کند. نام کتاب پرسش و پاسخ. نویسنده احمد کسروی. گویش آناهیتا ایرانی. برگ 55. avayaboof.com چنان که گفتیم اصل اسلام عنوانی است به دهان اینها افتاده. شنیدند و یاد گرفتند و نافهمیده به زبان می آورند. شما اگر پرسش هایی کنید خواهید دید که درمانند و پاسخی نتوانند و در همان حال این عنوان سنگری برای آنهاست. سنگر دوم است که در آن خود را نگه دارند و از میدان در نروند. اینها در گمراهی های کیشی خود پافشارند. روزه میخوانند، به زیارت میروند، مرده های خود را از گور در آورده با 100 رسوایی به قم و نجف میفرستند. و اگر شما به این نادانی هایشان ایراد گرفتید تا بتوانند با شما مجادله میکنند و ایستادگی نشان میدهند، ولی هنگامی که شکست خوردند و به ایرادهای شما پاسخی نتوانستند، در آن هنگام است که یک سنگر پس نشسته و میگویند اینها در اصل اسلام نبوده و ما تابع اصل اسلامیم. این شیوه است که ما در این 12 سال از آنان دیده ایم. خواستشان پافشاری بر روی کیش خودشان است و عنوان اصل اسلام سپری در دست آنهاست. بارها این مثل را زده ایم که دین
در نزد اینها مانند رخت است که دو دست از آن دارند، یکی کهنه و چرک آلود و ناپاک که به تن خود می‌کنند و با آن زندگی به سر می‌برند، دیگری تازه و پاکیزه که در بخچه نگه می‌دارند و به میهمانان و بیگانگان نشان می‌دهند. یکی به آنان نمی‌گوید شما اگر کسی هستید که رستگاری از گمراهی باز شناسید، پس آن همه گمراهی ها و نادانی ها چیست که گرفتار می باشید؟ اگر نیستید، پس چگونه است که به ما دستور می دهید؟ شما در لجنزار گمراهی ها فرو رفته بودید و ما کوشیده ایم که بیرونتان آوریم، ولی شما به روی خود نیاورده و در همان حال می‌خواهید راهنمایی کنید و به ما دستورهایی دهید و من نمی‌دانم به این کار شما چه نامی دهم. برای آنکه این زمین نیک روشن گردد، این را هم می‌گویم. 12 سال پیش هنگامی که من کوشش آغاز کردم، در گام نخست یکی هم به بازنمودن گوهر اسلام کوشیدم. گفتارها در آن زمینه در پیمان نوشتم. سپس هم کتاب در پیرامون اسلام را پدید آوردم. گوهر اسلام چیست؟ گوهر اسلام خدا را به یگانگی شناخته و با او نیایش داشتن و جز او کسی و چیزی را دست دارنده در کارهای جهان نشناختن و جز او به کسی سجده نکردن و با خرد زیستن و راستگو و درستکاری و نیکوکاری بودن است. من اینها را نیک باز نمودم و این در نشان دادن بیپایی کیش‌های شیعی و باطنی و شیخی و کریمخانی و مانند اینها که از اسلام جدا گردیده سودمند بود، زیرا ما نشان دادیم که این کیش‌ها با گوهر اسلام منافی است. ولی در برابر گمراهی‌های دیگر چه سودی از این توانستی برد؟ آیا در برابر خراباتیگری و سخنان تند خیام و حافظ نیز از اینها سودی توانستی برد؟ آیا می توانستیم گفت اینها با اسلام منافی است و از چنین سخنی نتیجه‌ای توانستی بود؟ آیا در برابر فلسفه یونان که در جهان اسلام یکی از گرفتاری‌های بزرگ است، نشان دادن گوهر اسلام، اثری توانستی داشت؟ مگر فلسفه یونان شالوده خود را بر روی بنیاد اسلام گذارده بوده؟ این فلسفه از روزی که در میان مسلمانان پیدا شد، همه دانستند که با اسلام ناسازگار است، ولی چون برای خود بنیادی داشت و در اسلام چیزی که بنیاد آن را متزلزل گرداند نبود، به همین جهت پایدار ماند. پیشروان اسلام توانستند گروندگان به آن فلسفه را تکفیر کنند و گاهی هم کسانی را بکشند، اما نتوانستند از پیشرفت آن جلو گیرند، زیرا نتوانستند بی پایی آن را نشان دهند. سپس هم آن فلسفه چیره درآمد و کار به جایی رسید که خود پیشروان اسلام آن را درس می‌خواندند و به تعبیل و تکلف آموزاک‌های اسلامی را با آن سازگار می‌گردانیدند. با این حال ما از اصل اسلام در برابر این چه نتیجه چشم توانستیم داشت؟ از اینها می‌گذریم. گمراهی بزرگ این زمان مادیگری است. این گمراهی ریشه دارترین گمراهی است که جهان به خود دیده. این را به پای بتپرستی و مانند آنها نتوان برد. این یک گمراهی است که دانشمندان و پروفسوران دچار آن بودند. یک گمراهی است که شالوده‌اش بر روی دانش‌ها گذارده شده. بزرگترین نتیجه جنبش و کوشش ما جلوگیری از این گمراهی بایستی بود. ما بایستی میانه دانش‌ها و مادیگری جدایی پدید آوریم. دانش‌ها که سراپا حقایق است و پیشرفت آنها به سود جهان می باشد، در جای خود می باشد، ولی بیپایی مادیگری را روشن گردانیدیم. اکنون من از شما می پرسم، آیا چاره این گمراهی با نشان دادن اصل اسلام توانستی بود؟ مثلا ما کتابی که درباره روان و خرد نوشته ایم، نگاه شود به کتاب در پیرامون خرد و سپس در پیرامون روان، بازگشت به متن و با پیروان فلسفه مادی که هیچ یک از آنها را نمیپذیرند به گفتگوی دراز پرداخته ایم و دلیل‌ها آورده ایم.
آیا در آن زمینه می توانستیم آیه قرآن یاد کنیم یا حدیث بیاوریم؟ بگویید از کجای قرآن یا حدیث ها جمله‌ای که در این زمینه سودمند باشد توان یافت؟ اساسا من نمیدانم این ایراد به چه معنی است. نمیدانم آنها از من چه میخواهند. هرچه میاندیشم این را جز یک بهانه پوچی نمیدانم. آنان یا بایستی به سخنانی که ما گفته ایم ایرادی پیدا کنند، مثلا بگویند فلان سخن که در برابر صوفیگری یا شیعیگری یا فلسفه گفته اید راست نیست، و یا اگر ایرادی ندارند و همه راست است با خوشنودی بپذیرند، وگرنه گفتن این که بایستی اصل اسلام را ترویج کند بی‌معنی است. شنیدنی است ما به کاری به این بزرگی برخاسته ایم که با 10-12 رشته گمراهی ها و نادانی ها می جنگیم و به جهانیان راه زندگی می آموزیم. به کاری به این بزرگی برخاسته ایم که اگر ملایان و کشیشان هم گرد آمدندی و نیروهای خود را روی هم ریختندی، چنین کاری نتوانستندی. در برابر چنین کاری کسانی زبان باز می کنند و می گویند بایستی اصل اسلام را ترویج کند. از همه اینها می گذرم. آنها از کجا می دانند که این بنیادی که ما گذارده ایم گوهر اسلام نیست؟ آنها چه می دانند گوهر اسلام چیست؟ من بارها روشن گردانیدم که بنیاد همه دینها یکیست. ما همان چیزها را می خواهیم که اسلام خواسته. بارها گفته ایم ما با این کوشش های خود اسلام را زنده می گردانیم. در پایان سخن بار دیگر می گویم اگر آنها کسانی اند که چیزی بفهمند و کاری از دستشان برآید، چرا خودشان به کوشش برنخواسته بودند؟ چرا این گمراهی ها را می دیدند و آوازی در نمی آوردند؟ و اگر چیزی را نمی فهمیدند و کاری از دستشان بر نمی آمد، بسیار بیجاست که به ما دستور دهند. الف: من ایراد آنها را شنیده بودم، به شما نقل کردم، ولی با این توضیحات می‌بینم ایرادشان بسیار بیپا بوده. مخصوصاً این نکته بسیار مهم است که بر فرض آنکه کسی اصل اسلام را عنوان کند، باز یک دسته مخالفت خواهند کرد و اختلاف خواهند انداخت. پایه همین است که یک دسته در جستجوی حقایق باشند یا غرضهای پست خود را دنبال کنند. آنان که در جستجوی حقایق نیستند، ما از هر راهی که درآییم آنها ایستادگی نشان خواهند داد و دشمنی و کارشکنی خواهند نمود. برای شما مثلی یاد می‌کنم. من در آغاز جوانی هیئت بطلمیوس را خوانده بودم. چنان که می‌دانید از روی آن هیئت زمین مرکز جهان است و ماه و آفتاب و ستارگان همه به گرد آن میچرخند. من اینها را درس خوانده فرا گرفته بودم. در همان حال چون میشنیدم اروپایی ها هیئت دیگری دارند که به یک بار جداست، در آرزو بودم که چیزی هم از آن بفهمم، کتابی به دست آورده بخوانم یا از کسی که از آن آگاه است بپرسم. مدتها در این آرزو بودم تا روزی نسخه‌ای از کتاب هیئت فلامریون که طلبوف آن را از روسی به فارسی ترجمه کرده و بارها به چاپ رسیده به دستم افتاد. با دلخوشی آن را گرفته و به خانه آوردم و به خواندن پرداختم. از بس شوق داشتم بی آموزگار آن را درس خواندم. مطلب آن از هر باره مخالف فرا گرفته های من بود، ولی چون دلیل داشت هر کدام را که می‌خواندم با لذت بسیار می‌پذیرفتم. درست به یاد دارم هنگامی که به موضوع زمین رسیدم و چنین خواندم که زمین به گرد خورشید می‌چرخد. این گذشته از آن که مخالف هیئت بطلمیوس است با محسوسات من هم مخالف بود. ما با دیده می‌بینیم که زمین ایستاده است و آن خورشید است که هر روز از یک سو بیرون می‌آید و در سوی دیگر فرو می‌رود. پس چگونه می‌توان پذیرفت که زمین به گرد خورشید می‌چرخد؟ سخت در شگفت شدم و آنچه نوشته بود چند بار با دقت خواندم و چون سخنش
از روی دلیل‌های استوار بود پذیرفتم و چنان مرا خوشحال گردانید که برخاستم و در اتاق چند بار این سو و آن سو رفتم. افسوس می‌خوردم که چرا این را زودتر از این ندانسته بودم. این حال من بود که در جستجوی حقایق بودم. از آن سو بودند کسانی که همان که میشنیدند که فرنگی ها گفته‌اند زمین میچرخد، بی آنکه بفهمند دلیلشان چیست، به دشمنی برمیخواستند و همان را عنوان کرده به این و آن بد میگفتند. در تبریز حاجی ملا علی نام واعظی بود. این همان که به بالای منبر میرفت و میگفت: یک دست لامذهب پیدا شده اند، میگویند زمین گرد است، زمین به دور خورشید میچرخد. اینها را کالای تازه‌ای برای خود گردانیده بود. یک داستان دیگر بگویم. در همان سالها روزی در تبریز در خانه نشسته بودم و باز کتابی در هیئت اروپاییان با زبان عربی در دستم بود. یک باره 2 تن ملا از در کوچه در آمدند. یکی آقا شیخ حسین استاد فقه و اصول من و دیگری حسن آقا خالقلی از پیشنمازان به نام تبریز بود. من کتاب را همانطور که باز بود روی تاقچه گذارده به پیشواز آنها شتافتم و جلوشان افتاده به اتاق آوردم. چون کتاب را دیدند گفتند: چه می‌خواندید؟ این کتاب چیست؟ گفتم این کتاب در علم ستاره شناسی است. گفتند: ستاره شناسی فرنگی؟ گفتم آری، ستاره شناسی فرنگی. آقا شیخ حسین کمی دیده‌اش باز بود و سخنی نگفت، ولی خالقلی موضوع را دنبال کرده گفت: آخر این فرنگی ها، این لامذهب ها چه میگویند؟ گفتم: در دانش ستاره شناسی یا در این کتاب چیزی درباره مذهب نیست. گفت: در همین جا که باز است چه میگوید؟ گفتم اینجا از گردونه برجیس یا سیاره مشتری گفتگو میکند و میگوید آن 4 ماه دارد که هر یکی به رنگ دیگری است. موضوع را برایش شرح دادم. گفت: اینها دلیلش چیست؟ گفتم اینها دلیلش دیدنی است. با تلسکوپ ماه‌های 4گانه برجیس یا مشتری را می‌بینند و به دیگران هم نشان می‌دهند. گفت: من میگویم شما در درون آن تلسکوپ تقلب کرده اید. من دیگر سخنی نگفتم. آقا شیخ حسین هم مطلب دیگری به میان آورده موضوع را تغییر داد. اینها را برای مثل گفتم. در همه چیز چنین است. فرق است میان آن که کسی در جستجوی حقایق باشد با آن که بخواهد بر روی نادانی‌های خود پافشاری نشان دهد. فرق است میانه آن که کسی دلش به حال بدبختی این توده گمراه بسوزد با آن که جز در پی خودفروشی و سودجویی و دکانداری نباشد. پانوشت برگ 60 خودفروشی خودنمایی فزون و چشمگیر است. خودفروشی کاری را که یک فروشنده برای تبلیغ کالایش می کند او درباره خود می کند. این واژه را گاهی به غلط برای معانی که واژه تنفروش برای آن مناسب است به کار می برند. ویرایشگر بازگشته به متن. این کسانی که امروز با ما دشمنی نشان می دهند و کارشکنی می نمایند خودفروشان و سودجویانند که ما از هر راه که می آمدیم چون با سود آنها سازگار نبود بهانه جسته دشمنی می نمودند، ولی این کسان ریشه ندارند و با این تکانی که ما پدید آورده ایم به زودی همه آنها از میان خواهند رفت. من هم پرسش هایی دارم. میخواستم پرسش های آقای الف تمام شود. اگر خسته نشدید من هم پرسشی کنم. خسته نشدم. پرسش من در زمینه دیگری است. من چند سال در اروپا بودم و در رشته‌های علوم طبیعی تحصیل کردم. خود شما می‌دانید که
این علوم را که ما می‌خوانیم حقایقی را به ما نشان می‌دهد که با ادیان منافی است. از جمله من می‌خواهم موضوع وحی را از شما تحقیق کنم. این موضوع با آن برداشتی که علوم دارند چه سازشی دارد؟ پیش از آن که درباره وحی به شما پاسخ دهم باید چند سخنی درباره دین برانم. یکی از سختی‌های ما امروز این است که ما در نوشته‌های خود برخی واژه‌ها به کار می‌بریم که ما به معنی دیگری گرفته ایم و مردم آنها را به معنی دیگری می‌فهمند. مثلا یکی از این واژه‌ها دین است، دیگری وحی است. درباره دین معنایی که دیگران گفته‌اند بی گفتگوست که با دانش‌ها ناسازگار است. ولی چنان که در میان گفتگو با آقای الف دیدید، ما آن را معنی کرده میگوییم دین شناختن جهان و زندگانی و زیستن از روی خرد است. در این زمینه با شما سخن نمیرانم. شما اگر کتاب‌های ما از جمله ورجاوند بنیاد را بخوانید خواهید دید دین به چه معنی است. نکته ای را که میخواهم در اینجا با شما به گفتگو گذارم آن است که ما میگوییم دین زبان سپهر است، طبیعت است. معنی این جمله آن است که دین آن حقایقی است که از خود این جهان به دست می آید، از خود این جهان فهمیده می شود. در این باره می توانم از دانش‌هایی که شما خوانده اید مثل بیاورم. آن دانش‌ها از خود این جهان به دست آمده. مثلا گالیله و کوپرنیکوس و نیوتن و دیگران که از چگونگی زمین و خورشید سخن رانده‌اند، گفته‌های آنها حقایق بسیار ارجداری است. ولی آن حقایق از کجا به دست آمده؟ آیا نه از خود این جهان گرفته شده؟ ما اکنون در اینجا سخن از گردش زمین به گرد خورشید راندیم. آیا آن را از کجا فهمیدند؟ آیا نه آن است که دانشمندانی هوش گمارده آن را از روی دلیل‌هایی از خود این جهان دریافته‌اند؟ دین نیز همین است. دین در معنای والایش عمیق‌هایی است، حقایقی است که از خود این جهان به دست می آید، که به دستیاری اندیشه و خرد فهمیده می شود. یک بنیادگذار دین آنچه می گوید از خود این جهان گرفته، دلیل‌هایش هم از خود این جهان است. این است معنی آنچه می گوییم دین زبان سپهر است. برای روشنی سخن مثالی میزنم. یک روز گمراهی بت پرستی بود. بت پرستی چیست؟ در ایران بیشتر مردم معنی بت پرستی را هم ندانستند. بت پرستی آن بود که کسانی کارهای این جهان را از یک سرچشمه ندانسته، آنها را به هم پیوسته و وابسته نشناخته، دستهای بسیاری را در گردش این جهان کارگر می شمردند. مثلا باران که می بارد و سنبل را می رویاند و تگرگ که می بارد و آن سنبل را می کوبد، این دو کار را به ضد هم شناخته هر یکی را از سرچشمه دیگری می شمردند و برای هر کدام از باران و تگرگ خدای جدایی می پنداشتند. این بود خدایان بسیاری از پندار خود پدید آورده بودند و برای هر یکی پرستشگاه ها برپا ساخته خود را گرفتار آنها گردانیده بودند. ایرانیان باستان خدایان بسیاری از مهر و ناهید و شهریور و مانند اینها را از پندار خود پدید آورده هر روز به پرستش یکی از آنها می پرداختند. در برابر این هاست که زردشت سر برافراشته و با گمراهی آنها به نبرد برخاسته چنین گفت: این جهان یک دستگاه بیش نیست. آن باران که سنبل را می رویاند با آن تگرگ که سنبل را کوفته تباه می گرداند، هر دو از یک دستگاه است. خدا هم یکی است، اهورامزداست و آن هم از این جهان بیرون است، در آسمان هاست. این گفته های آن پاک مرد بزرگ همه راست بود و با همین سخنان
او بنیاد دینی گذاشت. اکنون می‌خواهیم ببینیم شط زرتشت این حقایق را از کجا فرا گرفته بود. بی گفتگوست که از خود این جهان فرا گرفته بود. یک دستگاه بودن جهان حقیقت است که امروز بیچون و چرا گردیده است و دانش‌ها آن را هرچه روشن‌تر ساختند. آن پاک مرد بزرگ این حقیقت را چند هزار سال پیش دریافته بود و به مردم می گفت. همین حال را داشت دیگر سخنان او. چنان که گفتیم امروز گمراهی بزرگ جهان مادیگری است. ما در برابر آن ایستاده سخنانی میگوییم. مثلا میگوییم آدمی ماننده چارپایان و درندگان نیست. آدمی را به پای جانوران نتوان برد. میگوییم آدمی گذشته از سرشت جانوری دارای گوهری به نام روان است و این گوهر او را از جانوران جدا می‌گرداند. میگوییم آدمی همچون جانوران نیست که ناچار باشد در زندگانی نبرد و کشاکش کند، بلکه میتواند به جای نبرد با همجنسان خود همدستی نماید. میگوییم آدمی برگزیده آفریدگان است. خدا این زمین را به دست آدمیان سپرده که بیارایند و بپیرایند و آبادش گردانند. اینها حقایق بسیار ارجداری است که ما در برابر پیروان فلسفه مادی میگوییم و دلیل روشن میگردانیم، ولی ما این حقایق را از کجا به دست آورده ایم؟ بی گفتگوست که از خود آدمی و از کارهایش و به دستیاری فهم و خرد اینها را دریافته ایم. به سخن دامنه ندهم. این است دین و این است سرچشمه آموزگ‌های آن. اکنون جای پرسش است که اینها کجایش با دانش‌ها ناسازگار است. اینها نه تنها با دانش‌ها ناسازگار نیست، خود یک رشته از دانش هاست. بسیار خوشنود شدم که این توضیحات را از شما شنیدم. اینها با دانش ها ناسازگار نیست، ولی گفتگو در آن است که این معنی را به دین شما داده اید. اینها سخنان تازه است که ما از شما میشنویم و ایرادی هم نداریم. ولی آیا همه دین ها چنین بوده؟ مثلا دین مسیحی با این تفسیری که شما میکنید درست خواهد درآمد؟ به این پرسش نیز پاسخی هست، ولی من فرصت گفتن ندارم. اکنون ما سخن از کارهای خودمان میرانیم و شما هم به آن ایرادی ندارید. پس برویم به سر وحی که شما پرسیدید. وحی را در میان مسلمانان به این معنی گرفتند که به یک پیغمبری فرشته‌ای از آسمان بیاید و از سوی خدا دستورها آورد و پیامها رساند. آن فرشته را نیز جبرائیل نامیده. گفتند که گاهی هم به صورت دیهه کلبی می آمد. با پیغمبر می نشست، گفتگو می کرد. هر زمان که می آمد از میوه های بهشت، از سیب و انار و مانند آنها برای نوه های پیغمبر می آورد. روزخوانها یک گام هم بالاتر گذارده و گفتند پرهای او که گاهی میریخت دختر پیغمبر گرد آورده بالشی برای پسرهای خود درست میکرد. گفتند که گاهی میآمد در کارهای خانه به دختر پیغمبر یاوری میکرد. حسین که در گهواره بود گهواره او را تکان داده و آواز را انداخته لالایی برای او میخواند. ان فی الجنة نهرا من لبن. ولی همه اینها پندارهای عامیانه است. اینها نمونه هایی از نافهمی های آخوندهاست. وحی در زبان عربی آن چیزی است که به دریافت کسی انداخته شود. مثلا در قرآن گفته شده و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من جبال البیوت. معنایش آن است که خدا به دریافت زنبور عسل انداخت، به غریزه درونی او نهاد که در کوهها خانه گیرد. هیچگاه خدا به نزد زنبور عسل جبرائیل نفرستاده و پیامی به او نداده.
این معنی وحی است. ما در پارسی به جای آن واژه فریدن را گذارده ایم که به همان معنی انداختن به دل کسی است. تو گویی به من فریفته شده که فلان کار را بکنم، فلان سخن را بگویم. کوتاه سخن. مقصود از وحی که در دینها عنوانی پیدا کرده این بوده که یک رشته حقایق ارجداری در زمینه خداشناسی و زندگانی به دریافت پیغمبر اسلام یا دیگری انداخته می شده. در قرآن که نام جبرائیل رفته گفته می شود فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، معنایش این است که به دل تو انداخته است. من به یاد ندارم که سخنی از دیده شدن جبرائیل یا فرشته دیگری در بیرون در ظاهر در قرآن رفته باشد. از سوی دیگر ما این گفتگو را گزارده روشن گردانیده ایم که گاهی در میان مردمان کسانی بوده اند که ناگهان تکانی در او پیدا آمده که جهان را با دیده بیناتری دیده اند. تو گویی پرده ای از جلوی چشم او برداشته شده که حقایق زندگانی را آشکارا می بیند و بیپایی و زیانمندی گمراهی ها در برابر چشم او هویدا بوده و این کس چون به کوشش برخاسته و با گمراهی ها نبرد آغاز کرده تکانی در خردها پدید آمده و خردمندان و پاکدلان گفته های او را همه راست شناخته با او هم‌آواز گردیده اند و بدین سان جنبش پدید آمده است. این چیزی است که تاریخ گواه آن است، چیزی است که بوده است و هست و خواهد بود و خود رازی از رازهای سپهر است. آدمیان که در زندگانی همیشه رو به نیکوتری دارند و همیشه در پیش رفتند، همان پیشرفتی که شهریگری یا تمدن نامیده می شود، یکی از وسایل آن نیکوتری و پیشرفت برخاستن این گونه کسانی است که ما برانگیختگان می نامیم. در این زمینه سخن بسیار است و همه را در اینجا نتوان گفت. در همین زمینه در کتاب‌هامان گفتگوها بسیار شده که شما توانید آنها را بخوانید. از جمله در کتاب خدا با ماست از کسروی. در اینجا گفتگو در آن است که آیا اینها با دانش‌ها ناسازگار است؟ ما ناسازگاری در میانه نمی بینیم. من نیز اقرار می کنم که اینها با دانش‌ها ناسازگار نیست، اگرچه من نمی توانم به این زودی به گفته های شما تسلیم شوم. چنان که یادآوری کردید باید کتابهاتان را بخوانم. در همان حال باید بگویم که منافاتی در میان این مطالب با دانش‌ها نیست، ولی باز تکرار می کنم که اینها چیزهایی است که شما می گویید، به دینهای دیگر ربطی ندارد. در دینهای دیگر نیز حقیقت همین بوده اما از میان رفته. یک پرسش دیگری هست که میخواهم آن را بپرسم. درباره معجزات چه میفرمایید؟ در همه ادیان برای انبیا معجزه ثابت میکنند، در حالی که دانشها نمیتواند آن را پذیرفت. مثلا در انجیل حکایت‌هایی هست که مسیح جنها را از دلهای دیوانگان بیرون می آورده. این داستان گذشته از آن که دروغ است و تاریخ آن را نمیپذیرد، با دانش نیز ناهمخوانی دارد، زیرا این معنایش آن است که آدم که دیوانه شود جن به تن او رفته و این بسیار بیهوده است و مهمل. در همان انجیل حکایتی است که عیسی مرده را زنده گردانیده، در حالی که زمان مسیح زمان تاریخ است. در آن زمان دولت روم در اوج شهریگری تمدن خود بوده و فلسطین جزء خاک روم به شمار می رفته. مرده زنده گردانیدن کار کوچکی نیست. اگر چنین داستانی رخ داده بود سراسر کشور روم به تکان می آمد
و آوازه آن به تاریخ ها می افتاد. پس چرا نیفتاده؟ جای گفتگو نیست که اینها دروغ است. چون خود شما دلیل این دروغ بودن آنها را یاد کردید، من نیازی به سخن راندن در آن زمینه نمی بینم. من می خواهم رویه دیگر موضوع را به سخن گذارم. من می خواهم بگویم که کسی که به راهنمایی گروهی برخاسته به معجزه چه نیاز دارد؟ اساساً معجزه به کار او ارتباطی ندارد و نتیجه‌ای از آن در دست نتواند بود. چیزی است بسیار روشن. شما اگر می‌خواهید حقایقی را به مردم بفهمانید، باید آن را با دلیل ثابت کنید. اگر ثابت کردید، پاکدلان آن را خواهند پذیرفت و به یاری شما خواهند برخاست و هیچگاه معجزه نخواهند خواست. و اگر ثابت کردید، نخواهند پذیرفت، گرچه بالفرض معجزه هم بیاورید. یک راه نماینده باید کارهایش ارجدار و خردپذیر باشد تا مردم به او پیروی نمایند. از معجزه چه سودی توان بود؟ معجزه چه ارتباط به کار او دارد؟ مثلا پیغمبر اسلام برخاست. عرب گرفتار نادانی‌های پست بودند. بت‌هایی تراشیده و ساخته و در خانه کعبه گذارده خود را پایبند آنها گردانیده بودند. عشیره‌ها از هم جدا افتاده با یکدیگر همیشه در کشاکش بودند. از نافهمی و سنگدلی دختران خود را زنده به گور می‌گردانیدند. پیغمبر با این نادانی‌ها به نبرد برخاست، آن بت‌ها را نشان داد و گفت اینها را که با دست خود تراشیده یا ساخته اید چرا می‌پرستید؟ اینها که نه زیانی به شما توانند رسانید و نه سودی، چه شایسته پرستشند؟ درباره دختران میگفت آنها چه گناهی کردند که زنده به گور میکنید؟ زیان پراکندگی ها را به آنان باز نمود. پس از همه اینها درباره خود میگفت من یک تن از شمایم، تنها چیزهایی به دل من انداخته می شود. این سخنان همه از روی دلیل بود. چیزهایی بود که دلیلهایش پهلویش بود. همه از روی خرد بود. از این رو مردان پاکدل با خوشنودی پذیرفتند و به یاری او شتافتند. مردانی مانند ابوبکر، عمر، علی و دیگران گرد او را فرا گرفتند. او خود در مکه بود و در مدینه گروهی به یاری او برخاستند و پیغمبر را به شهر خود دعوت کردند. این کارها شد بی آنکه کسی از او معجزه بخواهد یا معجزه خواستن به یادش بیفتد. اما از این سو در ایران سید باب برخاست و به جای همه چیز عربی‌های مغلوط را به هم می‌بافت که دانسته نبود به چه درد خواهد خورد. گاهی نام امام زمان را که فرزند حسن عسکری می باشد می برد که خود را باب او می خواند و گاهی خودش دعوای امام زمانی می کرد. به هر حال به کمتر دردی چاره نمی کرد و با هیچ گمراهی به نبرد نمی پرداخت و تنها به ادعاهای رنگارنگ و عربی‌های مغلوط می پرداخت. این بود همه چیز فهمان از او دوری جستند و او کاری نتوانست و خود نیز کشته گردید. و سخنان او چندان مهمل و بی‌معنی بود که بهائیان سالها کوشیدند که آنها را از هر کجا که هست به دست آورند و نابود سازند و زبان مردم را کوتاه گردانند. فرض کنیم معجزه شدنی بود و سید باب چند معجزه هم نشان میداد. آیا مردان با خرد می توانستند فهم و خرد خود را به کنار گذارده و به خاطر معجزه ادعاهای رنگارنگ او را بپذیرند؟ آیا می توانستند به پاس معجزه آن عربی‌های مغلوط بی‌معنی را سخن خدا باور کنند؟ آیا چنین کاری توانستی بود؟ الف، من در اینجا اشکالی پیدا کردم. شما درباره پیغمبر اسلام گفتید این کارها شده بی آنکه کسی معجزه بخواهد، در حالی که در نوشته‌های خودتان در جاهای دیگر نوشته اید که می آمدند و از پیغمبر اسلام معجزه می طلبیدند و او در پاسخش می گفت من نمی توانم و آیه هایی از قرآن گواه آورده اید. هر دو راست است. ابوبکر و عمر و علی و سلمان و عمار و مانند اینها که به پیغمبر گرویدند، به یاری او برخاستند، هیچ یکی از او معجزه نطلبیدند
هیچ یکی به یادش نیفتد که معجزه هم هست، ولی یهودیان و نصارا و دیگران که مغزهاشان آلوده بود و نمیتوانستند به آن پاکمرد بگروند، در آن کوشش‌ها یاوری کنند، هر زمان بهانه دیگری پیش می‌کشیدند و یکی از بهانه‌هایشان همین بود که می‌گفتند پس چرا معجزه نشان نمی‌دهد؟ لولا انزل علیها آیته. در پاسخ آنها بود که پیغمبر می‌گفت من معجزه نتوانم، این چیزها که شما می‌خواهید من توانا نمی‌باشم. اساساً این داستان معجزه از یادگارهای توده یهود است. آنها بودند که به پیغمبران خود معجزه ها ساخته و در کتابهایشان نوشتند. سپس هم مسلمانان و دیگران پیروی از آنها کردند. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که به دست شماری دوستدار کتاب، خواستار بالا بردن فرهنگ نسک و نسک‌خوانی و استواری خرد همگانی به وجود آمده است و تا کنون پخش هزاران نوشته سانسور و بازداشت شده به دست رژیم اسلامی را در کارنامه خود دارد. این نسک‌خوانی اینترنتی وابستگی به هیچ گروه و ارگانی ندارد و همه کارها از گویش، ویرایش و پخش به رایگان انجام می‌گیرد. خواهشمندیم برای همراهی با این جنبش ما را به دوستان و آشنایان خود بشناسانید. با سپاس. avayabooth.com